خواهش کردن که قبل از هر چیزی ازتون خواهش کنم که تلفناتون رو روشن کنید و فقط یادتون باشه که وقتی که تشریف میبرید خاموشش کنید. مقدمتاً یکی دو اطلاع خدمتتون عرض میکنم و بعد برنامه امشبم رو شروع میکنیم. ما هفته دیگه در ژوئن سوم در همین سالن یه برنامه داریم با خانم سرکار خانم نشاط، همکار ایشون در تهیه فیلم مردان بدون زنان، آقای آذری. میدونم اسمش چیه. سرکار خانم پارسیپور و سرکار خانم گلی ترقی. قسمت‌هایی از فیلم زنان بدون مردان نشون داده خواهد شد و یک به اصطلاح میزگردی در مورد مسئله زنان و هنر خواهیم داشت. استدعای دیگه از شما این است که ما کارتایی دادیم خدمتتون. ما در تدارک برنامه‌های سال آینده هستیم، داریم جایی که برنامه هامون رو انجام میدیم عوض میکنیم که نزدیکتر به پارکینگ باشه. همه هم یه جا برگزار خواهیم کرد. بسیاری از دوستان توصیه کردن که شاید ساعت 6:30 بهتر شروع کنیم که بتونن از کار بیان. ما تصمیم گرفتیم به شیوه دموکراتیک عمل کنیم، از شما نظر خواهی کنیم و همین خاطر اگه اینها رو پر کنید و قبل از اینکه تشریف میبرید در اختیار دوست همکاران ما بدید خیلی متشکر میشم. من میخواستم از انجمن دانشجویان استنفورد PSA تشکر کنم. طبق معمول سنواتی به ما در این زمینه خیلی کمک کردن. برنامه ژوئن سوم رو هم کمک خواهند کرد. اما در مورد برنامه امشب، من در چند سال اخیر فکر میکنم میشه گفت که دانشگاه استنفورد این بخت رو داشته که بسیاری از برجسته ترین هنرمندان و روشنفکران ایران رو اینجا ما مهماندارشون بدیم. از ابراهیم گلستان و سیمین بهبهانی تا شیرین عبادی و گلی ترقی و شهرنوش پارسیپور و دیگران. ولی بدون تعارف میگم و فکر میکنم همه شما میپذیرید که درش اغراق هم نیست که در این جمع بسیار بسیار برجسته جایگاه استاد شجریان جایگاه منحصر به فرد است. چون در عرصه‌های بسیار بسیار متفاوتی درخشیدند و می‌درخشند و مایه افتخار جامعه ایران و جامعه هنر جهان هستند. فکر میکنم سرمشقی هستند ایشون برای نه تنها هنرمندان ایرانی بلکه برای هر کسی که در هر جای دنیا در فکر آزادی است و در فکر هنر هست. من فکر میکنم دوباره بدون اغراق میشه گفت که در زمینه آواز، در زمینه حتی قرائت قرآن، در زمینه شناخت شعر فارسی، در زمینه ترویج شعر مدرن فارسی و بالاخره در زمینه دفاع از حق انسانها برای زیستن در یک جامعه آزاد همتا و برابری ندارند. برای من واقعا مایه افتخار هست که آقای شجریان دعوت ما رو پذیرفتند و امشب رو در خدمتشون خواهیم بود. برنامه به این شکل خواهد بود که چند سوال مقدمتاً من خواهم کرد و بعد ایشون موافقت کردن که جلسه رو باز بکنیم و هر کسی بتونه هر سوالی که میخواد انجام بده. و همین خاطر ازتون استدعا میکنم که کمک بکنید جناب شجریان رو به صحنه دعوت بکنید.
قربان، من فکر می‌کنم بسیاری از دوستان ما شاید این مصاحبه های اخیر شما رو در مورد موسیقی ایرانی، در مورد رابطه موسیقی ایرانی با شعر فارسی شنیدن. من می‌خواستم استدعا بکنم که شما چون آغاز کارتون از قرائت قرآن بود، همونطوری که در یکی از این برنامه‌ها فرمودید، و میدونم که خطاطی هم جزو استادان خط هستید، آیا توازی‌ها و شباهت‌هایی بین این سه عرصه، آواز و خط و قرائت قرآن می‌بینید و اگر هست این شباهت‌ها چی هستن؟ ضمن سلام حضور عزیزان و سپاس از اینکه در حضورتون هستم و وقتی رو گذاشتید که گپی بزنیم با هم دیگه، و تشکر از دوست دیرینه نازنینم جناب دکتر میلانی عزیز که بنده رو مورد عنایت قرار داده اند. بله، بین اینها ارتباط زیادی هست، چون هر کدوم به جای خودش هنر است و هنر در ذات هر فرد هست که باهاش به دنیا میاد. یعنی عشق که در درون انسان باشه باید سمت و سویی که پیدا کنه وارد جرگه هنر میشه و محیط خیلی میتونه کمک بکنه که به چه راهی از هنر بره. من چون در خانواده مذهبی در 70 سال قبل به دنیا آمدم و خب محیطمون جز محیط مذهبی چیزی نبود، محیط های دیگه هم که امروز ما میبینیم در کشورها و در شهرها میبینیم اون موقع اصلا نبود. لاجرم با پدر در جلساتی که پدر داشتن و استاد القراء بودن ایشون و شاگردان زیاد داشتن، من هم شرکت داده میشدم و از 2 سالگی با پدر در این جلسات بودم و همچنان عاشق صدای خوب و با صدا زندگی کردم. همیشه گوشم بود یه صدای خوبی از یه جای بشنوم، از صدای پرنده بگیرم تا هر صدایی که آدم میتونه خوشش بیاد دوست داشته باشه، از صدای باران آرامی که می آمد تا برگ‌های درختان که در اثر باد گاهی اوقات به صدا در می اومدن تا انسان‌هایی که می‌خوندن. تنها صدایی که من میشنیدم قرائت قرآن بود. این بود که من همون رو یاد گرفتم و در 12 سالگی در شهر مشهد که زندگی میکردم همه منو میشناختن که پسر شجریان صدای خوبی داره و خیلی خوب قرائت قرآن میکنه و منو دعوت میکردن که در جلساتشون شرکت بکنم و با علاقه گوش میکردم به صدای من. و در 13 سالگی در رادیو خراسان من یادمه که از من یه قرآن در اونجای قرآن خوندم و تازه ضبط صوت اومده بود و ضبط کردن صدای من. این رهگذار کارم بود تا اینکه در دوران دبیرستان با مربی موسیقی که داشتیم، آقای جوان، آشنا شدم. بعد خدمتشون میرفتم، ازشون سوالایی میکردم و یکی دو تصنیف پیشون یاد گرفتم تا دور از چشم پدر و ریزه ریزه با شعر شروع کردم با آواز خوندن و همینطور تا اینکه بعدها وقتی که معلم شدم در حدوداً 19 سالگی رفتم به خارج شهر. دیگه رادیوی موقع تازه رادیوی ترانزیستوری اومده بود، رادیو ترانزیستوری کوچیک گرفتیم و با دوستانی که اونجا با من بودن شبها برنامه گلها رو گوش میکردیم و با موسیقی و تأمینات من از اون موقع شروع شد و همراه یک سنتوری هم یکی از بچه‌ها آورده بود اونجا که من با سنتورم آشنا شدم. این شروع کار من بود که از قرائت قرآن اومد به آواز رسید و خط هم از دوران بچگی که کار میکردم در مدرسه یادمه که خطم اصلا بهتر بود و نمره 20 میگرفتم از خط. حتی در اوائل کار خدمت آموزگاریم چند وقتی از من خواستن که مربی خط و نقاشی دبیرستان ها باشم که بعدم آمدم تهران. به هر حال این هنرها به هم دیگه ربط دارن
و یکی میتونه در همه اینها وارد بشه و یک کار هنری بکنه. و از نظر ارتباطاتی که بین آواز، خوندن یک غزل هست تا خطاطی یک غزل، خیلی شباهت‌هایی بین هم هستش که من چندین بار گفتم که حالا وارد بحث اون نمیشم که از بحث امروز بیرونه. شباهت‌های زیادی به هم دیگه دارن اینها، از نظر شباهت‌های زیبایی شناسی و شرایطی که میشه اون خط رو زیبا نوشت و یا زیبا خوند. خیلی شباهت‌های با هم دیگه دارن که بحث مفصلی داره. قرائت قرآن هم همچنین، چون به هر حال موسیقی عرب گرفته شده از موسیقی ماست که در زمان مصعب زبیر که بنایان اصفهانی رفتن برای بازسازی خانه کعبه، با خودشون سازهای مختلف برده بودن، چون چندین سال اونجا بودن و موسیقی رو اینجوری بردن اون طرف ها. وقتی که ما موسیقی عرب رو نگاه میکنیم می‌بینیم ریشش ایرانی داره و سخت وابستگی داره به موسیقی ایران و حتی بعضی اسماش هم اسمای پارسیه. اینی که باز یه شباهتایی بین آواز و قرائت قرآن هست، منتها چون دو زبان مختلف هست، در دراز مدت لحن و لهجه خودش رو پیدا کرده، اون نوع موسیقی ایرانی و زبان عربی، و اون نوع موسیقی هم که با زبان پارسی هست شکل خودش رو دارد که خب شنیدین بارها که خوانندگان خواندند و من هم بارها خواندم. متشکرم. یک فکر میکنم که دوباره چند جا شما مرقوم فرمودید که یه بحث اصلی جامعه ایران در 100 سال اخیر بحث تجدده و اینکه شما در زمینه تجدد موسیقایی نظرات بسیار جالبی دارید. این بحث رو ممکنه کمی برای ما توضیح بکنید به اجمال؟ موسیقی در ارتباط با جامعه است، با زندگی مردمان یک سرزمینه. یعنی موسیقی ندا و نوا و سروش برخاسته از دلهای مردمانش هست که در ارتباط با نوع زندگی، فرهنگ جغرافیایی که دارن، خواسته ها و انگیزه هایی دارن، هدف هایی که دارن، که این خواسته ها به طریقه هنر که یک شکلش موسیقی هست بیان میشه، که البته اغلب به شکل اعتراض درش هست. موسیقی بیشتر جنبه اعتراض درش بیشتر هست تا جنبه مداحی و تعریف. ما در همه جای دنیا که ببینیم این موسیقی وقتی که با زبان همراه میشه، اون شعرها، کلماتی که گفته میشه اغلب گله و شکایتی است که از معشوق میشه یا از روزگار میشه یا از اتفاقاتی که افتاده یا از در شکست ها و جنگ هایی که براشون اتفاق افتاده، داستان های اونها رو، اتفاقات رو به موسیقی و همراه با آهنگ های مختلف در میارن و اجرا میکنن، و یا به صورت اعتراض به حکومت ها، اعتراض به هر حال ستم هایی که اوقات بر یک مردمی یا بر یک ملتی وارد میشه، موسیقی در اینجا خودشو خیلی خوب میتونه نشون بده و در قالب موسیقی بهترین شکل میشه بیان کرد اونها رو. ما در این 70-80 ساله که به هر حال من درش زندگی کردم، وقتی میبینیم که ما نسل عجیبی هستیم که از کجا شروع شده و حالا به کجا رسیده. در این 50 ساله بشر اونقدر که ترقی کرده و در تکنولوژی اصلا قابل مقایسه با میلیون ها سال قبلش نیست. هر هفته یک چیز تازه میاد. یعنی همینطور تکنولوژی و زمانه و آگاهی مردم سریع داره میره بالا. به همون نسبت هم نیازهاشون و نوع زندگیشون فرق میکنه.
شکل نیازها در همه تقریبا یکسان هست، یعنی اون اصل نیاز، اما شکلاش فرق میکنه در هر جایی. هر نسلی وقتی که میاد هنر رو میخواد به کار بگیره، مطابق با نیازهای خودش و خواسته ها و انگیزه های خودش به کار میگیره. در همه جوامع بشری تا جایی که من در بعضیش آشنایی دارم، سنت ها از قبل میمونی برای جوان ها، ولی جوان ها اون سنت ها رو میشکنن و سنت دیگه درست میکنن، یک چیز دیگه درست میکنن. باز نسل بعد همینطور میاد سنت قبل رو میشکنه. ما هم سنت های گذشتگان رو با همه آشنایی و احترامی که براش قائلیم داریم و آگاه هستیم، اون سنت ها رو حرمت میذاریم، نگهش میداریم، اما وقتی خود میخوایم کار بکنیم سعی میکنیم کار جدید انجام بدیم. الان نسل بعد از ما داره همین کار میکنه که با شناخت و آگاهی از سنت های قبلش داره هنر رو به شکلی که الان مورد نیازش هست داره ارائه میکنه. و من خودم یکی از این کسا هستم که جوان‌ها رو تشویق میکنم، میگن که ضمن احترام سنت ها و اصالت ها، ولی اصالت ها رو میشه نگه داشت، سنت ها رو میشه رها کرد، ولی اصالت ها رو ما رها نمی کنیم. اصالت خیلی گسترده میتونه عمل کنه، اما سنت در یک چهاردیواری قرار داره. ماره تاریخچه ماره یک زمان خاصیه که به همون شکل باقی میمونه که اگه دستش بزنین دیگه اون سنت از بین رفته. اینه که جوان ها میان از اصالت استفاده میکنن، کار تازه میکنن. و من هم یکی از اون کسایی بودم که از روزی که شروع کردم با سنت ها شروع کردم، ولی ریزه از سنت ها اومدم بیرون، اصالت ها رو حفظش کردم و سعی کردم کارهای تازه و جدید بکنیم مطابق با آنچه که در حد و اندازه من بود و در حد و اندازه کسانی که در کنار من بودند و اونا هم با من حرکتی داشتن. و وقتی که ما خوب نگاه بکنیم ببینیم که این موسیقی که ما الان داریم ارائه میکنیم با موسیقی 100 سال پیشتر کلی تغییرات پیدا کرده، ولی اصالتاش سر جای خودش هست. و این نیاز هر جامعه هست که مطابق با زمان پیش بره و هنر در چنین زمانه‌ای بهترین یاور جوامع بشری است. در زمینه موسیقی وقتی که این بحث تجدد پیش آمد، بعضی ها این بحث رو پیش کشیدن که موسیقی کلاسیک ایران توان تجدد رسیدن نداره، خیلی سنتی است، خیلی با شعر کلاسیک ایران گره خورده، سازهاش کمه. نظر شما در مورد این؟ بله اون بخشی رو که اونها به عنوان موسیقی ایران میشناختند و که سنت بود، بله اون محدوده، اما اصالت ها میتونه نامحدود باشه. و ما در طول سالیان دراز موسیقی ما، شعر ما با موسیقی ما هماهنگ پیش اومده. یعنی هر شاعری که یه شعر میگه آهنگش هم با خودش ساخته، چون همون مفاهیمی که در درون شعر هست همون آهنگی است که وجود داره. منتها یه وقت هست ما به صورت دکلمه ارائه میکنیم، یه وقت هستش که با موسیقی ارائه میکنیم و ما اون موسیقی اون رو کشفش میکنیم که به چه شکل میشه این کلمات رو بیان کرد که معنا و مفهومی رو که شاعر در نظرش بوده ما به بهترین شکلی بیان کرده باشیم. ما شعرهایی رو که در طول این چند سال باش روبرو بودیم، از نیما به این طرف مقداری زیادی شعرهای آزاد بوده که وزن قدیم رو نداشته. این گونه شعرها چون سابقه در قبل نداشته و اساتید و خوانندگان ما باهاش آواز نخونده بودن و همیشه آواز ما با غزل بوده، خیلی مشکل بود که بشه با آواز خوندش. یعنی میبایستی براش یک طرحی برای خوانندگی پیدا کرد که حق شعر ادا بشه و در لابلای چهچه ها اینها گرفتار نشه. و من در طول این سالها خیلی فکر کردم که به چه شکل شعر نو رو، شعر نیمایی رو میشه خوند، تا به نتیجه رسیدم که
اولین بار که در سال 54 یعنی 1975 من پرکمپیاله را خوندم، شعر فریدون مشیری، پرکمپیاله را که این آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمیبرد. خب اون موقع همه من اعتراض کردن که تو چرا آمدی شعر نو خوندی؟ یعنی همه کسانی که با غزل سر کار داشتن و در تعصبات به اصطلاح سنت گرایی گیر کرده بودن. بعد خب من گفتم که چطور مگه بد بوده؟ چیز حرف بدی گفتیم؟ گفتن نه حرف بدی نبوده. گفتم اگه حرف بدی نیست بالاخره توش یه چیزی داره. بودن آره خوبه. گفتم خب وقتی که هست. بعد به حال آمدم شعر نو خوندم. حالا تابع قوانین اوزان عروضی نیست ولی آزاده و مهم این است که چی داریم میگیم. و مسئله این نیستش که مفاعل فعلات مفاعل فعلان حتما بر این وزن باشه. ما میتونیم راحت به هر شکلی میخوایم بگیم و بعد بر همون شکل هم میتونیم آهنگسازی بکنیم و به همون شکل هم میتونیم آواز بکنیم. این بود که در وقتی که اون آواز خونده شد بعد چند وقت فهمیدم که نه، آواز رو غزل شعر نیمایی رو مثل غزل نمیشه به اونجور خوند، بایستی براش فکر دیگه کرد. سالها نخوندم و هی فکر کردم هی تجربه کردم تا چند سال قبل زمستان است رو ارائه کردم که به عقیده من اون یکی از اجرای بسیار خوبیه که شعر نو رو میشه با آواز خوند بدون ریتم خوند. بعد اما ما موسیقی رو اونطور که جناب دکتر فرمودن، ما موسیقی رو اگه به شکل اون سنتیش خواستیم نگاه بکنیم، اون چیزی که به عنوان سنت و یک الگو به دست ما رسیده، بله محدوده، اما اینجوری نیست. موسیقی ما موسیقی باز به شکل یک زبان بهش نگاه کنیم. زبان ناکرانمنده. وقتی که با واژگان ما آشنا باشیم، وقتی واژه‌ها رو کنار بذاریم میتونیم جملات مختلف بسازیم. ادبیات ما که فقط دیوان حافظ نیست که. دیوان حافظ یکی از بهترین نمونه‌های شعر فارسی است و ولی شعر فارسی در حافظ خلاصه نمیشه، زبان فارسی در حافظ خلاصه نمیشه و در سعدی هم خلاصه نمیشه، ولی اینها بهترین نمونه‌های شعر ما هستن که هر کدام تاریخچه زمان خودشون هستن. ما موسیقی رو اگر خواسته باشیم به شکل همون ردیف‌هایی که بهمون رسیده، سگاه، چارگاه، نمیدونم زابل، مخالف، عراق، به اینا نگاه بکنیم که رسیده بله همین 350-60 گوشه است، اما اینا همه یه نمونه است، یه فرمه. در حد یه نمونه یه فرم برای ما هست، مثل همون دیوان حافظ سعدی است که ما آشنا میشیم با این زبان. ولی بایستی زبان آدم وقتی که میخواد به کار بگیره باز واژه‌هاشو بشناسه و ارتباطات واژه‌ها و جمله رو بشناسه. و موسیقی ما یکی از موسیقی است که جمله پردازی درش میشه و از خیلی از موسیقی‌های دیگه غنی‌تره، چون درش جمله حرکت میکنه و با واژگان ما سر کار داریم. یعنی موتیف‌ها رو مختلف متنوع به کار میگیریم، جمله میسازیم، جمله‌ها قرینه دارن، قرینه‌های دور و نزدیک رو رعایت میکنیم. بعد فراز داره تا میرسه به یه آهنگ 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای و به این شکل ما میتونیم بی نهایت آهنگ بسازیم. وقتی موتیف ها رو و واژگان موسیقی رو شناختیم، وقتی که واژه های یک زبان زیاد شناختیم، خیلی خوب زیاد میتونیم صحبت کنیم و زیاد میتونیم کتاب بنویسیم درباره موضوعات مختلف. و موسیقی رو وقتی به شکل یک زبان نگاه کنیم که به عقیده به مراتب فراتر از هر زبانی است، چون خیلی حال و هوا و رنگش فرق میکنه و تغییراتی میشه درش داد، به مراتب فراتر از زبانه. چون زبان ممکن استش که در گفتن حالتها و حقایق کم بیاره اما موسیقی کم نمیاره. وقتی به شکل حداقل به شکل زبان بهش نگاه کنیم و واژه‌های موسیقی رو بشناسیم، همون موتیف‌ها رو بشناسیم، بی‌نهایت میتونیم آهنگسازی بکنیم، ادامه بدیم و به شکل‌های مختلف ارائه بکنیم. پس موسیقی، هیچ نوع موسیقی نمیتونه محدود باشه. و اونی که یه عده‌ای گفتن که موسیقی ایرانی در همین دستگاه خلاصه میشه، سخت در اشتباه بودن. فقط فکر کردن که موسیقی به صورت همین قالبی است که به عنوان همایون، راس پنجگاه، نواب دستمون رسیده، دیگه چیز دیگه نداره، در حالی که اونا فقط یک نمونه است از بخشی از موسیقی. در همین رابطه شما رابطه موسیقی فولکلور رو با موسیقی کلاسیک ایران
چگونه می‌بینید اینها دو ریشه متفاوتن یا هم ریشه؟ نه، هم ریشه. ما به هر حال گفت که دریاچه یا برکه شهر از سرچشمه‌های روستا همیشه آب میگیره. موسیقی از روستا ریزه ریزه اومده به شهرها و بعد در پایتخت‌ها جمع شده. مخصوصا در تاریخ ایران که نگاه میکنیم به علت وجود مذهب که مخالفت میکردن با موسیقی و موزیسین ها، همیشه موسیقی در کنار بوده است ولی در شهرها خیلی مورد بیمهری قرار میگرفته، ولی در روستاها کمتر مورد بیمهری بوده و در روستاها حفظ شده و از طریق روستا اینها سینه به سینه تا اومده به شهرها رسیده و شهرها در خانه‌های اشراف که به هر حال امکاناتی داشتن و می توانستن هنرمندان رو در خانه بپذیرن و از هنرشون استفاده بکنن در اونجا ارائه می شده، یا در دربارها که حالا اون موسیقی درباری دیگه در این 100 ساله ریزه ریزه از دربار اومده تو مردم. همین موسیقی که از خانواده آقا علی اکبر و آقا علی اکبر فراهانی که میرزا عبدالله آقا حسین قلی فرزندان شاخصش هستن و الان ردیف‌های آقا حسین قلی و میرزا عبدالله در بین هنرجویان هنر تدریس میشه، از اون طریق اومد وارد جامعه شد و همینطور تا رسیده به ما و ما داریم اینو به این شکل داریم گسترش میدیم و ادامه میدیم. من یک سوال دیگه میکنم، بعد اگر اجازه بدید از اجازه داریم سوال بکنم. آیا شما فکر میکنید موسیقی ایرانی توان جهانی شدن رو داره و اگر تا به حال جهانی نشده، مثلا برخی از موسیقی های دیگر میبینیم که وسعت خیلی وسیع بده که مال فارس ایرانی نشده؟ بله کاملا صحیح میفرمایید. موسیقی ما همه امکانات اینو داره که بتونه جهانی بشه، جهان بشناستش، منتها در ویترین های خوب، در جایگاه خوب ارائه نشده و هنرمندانش در طول این سالهایی که من به یاد دارم نیامدن و در ویترین های خوب خودشون معرفی بکنن. مثلا موسیقی هند مثل راوی شانکار اومد و اینجا همه شناختنش، ولی موسیقی ما به این شکل نیامد به این طرفا. چرا؟ چون یک در هند موسیقی عبادته و جزء زندگی مردمه، اما در مملکت من موسیقی حرام بوده است و ساز و تو کله نوازندش میشکندن. تا در طول این سالیان، این 100 ساله ریزه ریزه داره جای خودشو در جامعه باز میکنه و هویت خودش پیدا میکنه. یک زمان این بود که در افراط و تفریط موسیقی دنیای موسیقی گرفتار شده بودیم، کاباره و بعضی مسائل دیگه که باز خود اون یه لطمه بزرگی به حیثیت موسیقی ما زد و اعتیاد و مسائل دیگه که در کنار موسیقی بود خیلی لطمه به موسیقی ما زد. ولی ما یک نسلی بودیم، یه عده‌ای بودیم که سعی کردیم که این اعتبار رو برگردونیم برای موسیقی و نشان بدیم که موزیسین میتونه یه انسانی باشه که قابل احترام باشه و بهش اعتماد بکنن و در خانواده‌ها جای داشته باشه و تا اون جایگاهی که موسیقی داره واقعا هنرمند بتونه نشونش بده. اینا ما سعی کردیم و خوشبختانه خیلی موفق شدیم. همچنان که ما الان در جامعه ایران که نگاه میکنیم، در جامعه‌ای که از 100 سال به پیش مشکل داشت موسیقی و فقط در دربارها و در بعضی جاهایی که میتوانست در اونجا پنهانی ارائه بشه خودشون نشون میداد، ما در این سالها میبینیم که هر خانواده‌ای دلش میخواد بچهش موسیقی بدونه و پدرها بچه‌ها، مادرها بچه‌ها میبرن کلاس‌های موسیقی. اما اون موقع که من میخواستم موسیقی رو دنبال بکنم از ترس پدرم جرئت نداشتم اصلا اسم از موسیقی ببرم و یک سنتوری هم که داشتم این رو 1000 گوشه قایمش میکردم که پدرم نبینه، چون ناراحت میشد و معتقد بود که اگر این ساز در اون خانواده باشه ملائک از اونجا عبور نمیکنن و حرام است و فلان از این مسائل. و من به حرمت ایشون میبایستی که پنهان کنم که بابا نبینه که من مثلا سنتور تو خونه دارم. و خانواده همه به این شکل بودن. از انحراف و از اعتیاد و مسائل دیگه که متاسفانه در یک زمانی موسیقی ما فرا گرفته بود از اون میترسیدن و از این کلمه مطربی پرهیز داشتن. میگن میخوای بری مطرب بشی فلان اینها
و این رو به شکل بدش به کار می‌گیردن. اما الان ما در شهرستان‌ها حتی و در تهران که فراوان می‌بینیم که بیشترین خانواده‌ها بچه‌هاشون رو می‌فرستن به کلاس‌های موسیقی یا از مربیان موسیقی دعوت می‌کنن در خانه‌ها با بچه‌هاشون کار بکنن و موسیقی یاد بگیرن و این خیلی نوید بخشه. و برای من که در این زمینه سالها زندگی کردم، بیش از شاید بگم که 50 ساله که کار حرفه‌ای دارم می‌کنم در این زمینه، واقعا خیلی خوشحالم که هنرجویان جوان بسیار بسیار با استعداد و خوب، حتی توانا و با تکنیک ما در سازهای مختلف در ایران داریم می‌بینیم که فقط من نگران این هم که اینها کجا میتونن خودشون ارائه بکنن، یعنی یک جایی که مردم اینا رو ببینن و اینا بتونن با مردم در ارتباط باشن تا انگیزه بیشتری پیدا کنن که به هنرشون ادامه بدن. چون خیلی هاشون هم دلشون نمیخواد رادیو تلویزیون برن، ولی شرایط حضور اینها در مقابل مردم فراهم نیست. نه سالن‌های کنسرتی با آنچنانی در ایران داریم که نداریم متاسفانه، غیر از 2-3 تا سالن‌هایی که خب دردی دوا نمی‌کنه. اگر سالن‌های بیشتری باشه این جوان‌ها میتونن در اونجا کنسرت بدن، مردم میتونن برن اونجا کنسرت‌های هنرمندانشون رو ببینن و انگیزه ایجاد میشه در جوان‌های ما که بیشتر کار بکنن. ولی خوشبختانه با همه این نبودن‌ها، سالن‌هایی که نیست و خیلی هاشون هم نمیخوان از طریق رادیو تلویزیون خودشون ارائه بکنن، ولی خیلی هم در اونجا ارائه میشن. ولی خوشبختانه خانواده‌های بسیاری هنرمندان جوان در درونشون هستن که همینجور داره رشد میکنه میاد جلو و ما هیچ نگرانی از این مسئله نخواهیم داشت در آینده. ما 2 تا بلندگو داریم در هر طرف این سالن. لطفاً اگر سوالی دارید تشریف ببرید در اونجا و آقای شجریان شما رو. سلام آقای شجریان، خیلی خوش آمد میگم به شما. سلام و برای ما خیلی افتخاری که واقعا شما را تونستیم از نزدیک در یک گفتگوی مستقیم قرار بگیریم. سوالی که در ارتباط با موسیقی ایرانی من همیشه تو ذهنم بود، یکی میگفتن که موسیقی ایرانی ریشه در تعزیه داره و علت این که یه مقداری با غم و اندوه و اینا بیشتر اخته چون از اونجا ریشه گرفت. یه سوال من. سوال دوم من در ارتباط با شعر که گاهی این نظر میاد که میگن موسیقی ایرانی در واقع شعر فارسی او رو خفه کرده. به عبارتی دیگه رابطه شعری که در موسیقی ایران اومده که همچنان که جناب عالی فرمودید از مثلا حافظ یا مولوی، اینا با ارتباط خیلی تنگاتنگی با عرفان ایرانی داشته. این رابطه دوم با عرفان دوباره یه مقداری موسیقی ایرانی رو با اون ملودی‌های غمگین خیلی بیشتر سازگار کرده. خواستم نظر شما رو در این ارتباط خیلی سریع بدونم. خیلی متشکرم. خیلی لطف کردید. عرض می‌کنم خدمتتون. خب این که فرمودید که موسیقی ایرانی خیلی غمناک است و ریشه در تعزیه داره، این حالا عرض میکنم که این به چه شکل هست. به علت تحریمی که عرض کردم که در طول صدها سالی که موسیقی داشته، مردم تنها راهی که داشتن برای ارائه موسیقی این بود که از طریق خوانندگی، اون هم به شکل روزخوانی و به شکل تعزیه و به هم قالب مذهبی بتونن یک آوازی بشنون و موسیقی آوازی رو از این طریق بشنون. این بود که تعزیه، مردم موسیقی رو در تعزیه نگه داشتن. خب تعزیه هم که وقتی که میگم همش عذاب و همش غم و همش گریه و همش این چیزا هست دیگه، اینا میبایستی که ملودیا به اون طرف بره، حالتها به اون سمت و سو بره. ولی با همه اینها ما در موسیقیمون همه جور مقام ها و گوشه هایی داریم که میتونه خیلی شاد باشه و اما همونطور که عرض کردم ما موسیقی به شکل قالب نگاش نکنیم. موسیقی رو وقتی به شکل زبان نگاش بکنیم و ما میتونیم به هر شکلی که میخوام از موسیقی استفاده کنیم. هم موسیقی شاد باشه، هم موسیقی پر از غم باشه
موسیقی که آرامش بده، موسیقی که هیجان بده. و موسیقی ما خیلی بیشتر از همه این تصوراتی که ما ازش داریم امکانات درش هست، منتها به علت محدودش کردنش هنرمندش پرورش پیدا نکرد که بتونه اون تمام اون چرا که امروزه ما میخوایم در 80 سال 100 سال پیش بتونن ارائه بکنن. اما الان ما ریزه ریزه شما خواهید دید که جوونا چه کارایی که دارن میکنن، یعنی اصلا و ابدا این موسیقی که اصیل هم هست هیچ نوع غمی درش نیست، تحرک هست و شادمانی درش هست. ضمن این که ما موسیقی همچنان که عرض کردم برخواسته از درون جامعه هست، ما ببینیم که جامعه ما در گذشته به چه وضعیتی داشتن. حکومت‌های ما خیلی وضعیت بدی رو برای جامعه به شکلی درست کرده بودن که به هر حال یه مقدار غم و اندوه درست کردن. خب موسیقی غم و اندوه در رنگ غم و اندوه به خودش میگیره و وقتی که شاد باشه، محیط شاد باشه، موسیقی رنگ شاد به خودش میگیره، چون موسیقی غیر از خود ما نیست. موسیقی اون چیزیست که از درون انسان میاد بیرون. درون انسان هم در ارتباط با محیطشه، در ارتباط با اتفاقاتی که براش میفته، در ارتباط با حکومتشه، در ارتباط با وضعیتشه، در ارتباط با همسایگانیش که باش میجنگن، در ارتباط با شکست‌ها و پیروزی‌ها. همه اینها حالت‌ها از طریق موسیقی به شکل احسن میشه بیانش کرد. منتها هنرمند باید پرورش پیدا بکنه تا توانایی اون داشته باشه که بتونه این حالت‌ها رو بیان بکنه. این یه بخش کاره. و بعد بخشی از موسیقی ما هم که موسیقی آوازی ما از طریق تعزیه حفظ شد به ما رسید و یه مقدار اون رنگ رو به خودش گرفت. اما باز با موسیقی که از طریق ساز به شکل پنهان حفظ شد، وقتی که آمیخته شد در طول این سالها، دوباره آواز تونست جایگاه خودش پیدا بکنه و یه بخشیش که ما حس میکنیم که حالت تعزیه داره، نه، این در ذات موسیقی ما هست ولی کلا تمامش حالت تعزیه و غم درش نیست، ولی یک ریشه تعزیه با موسیقی اصیل ما داره که این موسیقی، این تعزیه که ببینیم همون موسیقی ما بوده که در قالب کلام عزا و تعزیه حفظ شده، ولی شکل موسیقیش به همین شکل بوده که به ما رسیده و ما در طول این سالها آمدیم بخش از موسیقی سازی رو هم با آوازی در آمیختیم و مخصوصا من این کار زیاد کردم که از اون حالت تعزیه بیاریمش بیرون. بله، سوال دومتون یادم رفت چی بود؟ بله، حالا از بله متوجه شدم. بله، شعر فارسی همچنان که قبلا هم عرض کردم معانیش در درونش هست، یعنی از طریق موسیقی بیان میشه. موسیقی به شکل در مملکت ما در همه جا هست. یکی موسیقی که با کلام هست، یکی موسیقی بی کلام. و موسیقی بی کلام به راحتی میتونه تمام حرفایی رو که دلش میخواد بزنه، یعنی اگر نتونه بزنه این ضعف آهنگساز یا نوازنده است که نتونسته منتقل بکنه، ولی موسیقی در ذات میتونه همه حالتهای جامعه‌ای که درش رشد کرده بیان بکنه، منتها هنرمندش واسه توانایی رو به دست بیاره. اون بخش از موسیقی هم که با کلام هماهنگ هست بایستی بیانگر مفاهیم کلام باشه، یعنی نمیتونه کلام رو خوردش بکنه در خودش از بین ببره، چون خیلی ها این کار میکنن. خیلی از آهنگسازها هستن که نوازنده هستن ولی میان روی غزل، روی شعر کار بکنن، بلد نیستن و شعر رو خرابش میکنن، له و لوردش میکنن و میبرنش در قالب آهنگ، که ما همیشه گفتیم که این کار نباید بکنن، بلکه بایستی موسیقی کلام رو کشفش کرد، بعد بر اساس اون آمد آدم بیاد آهنگ بسازه. و این کاری که ما داریم سالها باش میکنیم و به راحتی میتونیم مفاهیم شعر رو در قالب ریتم و در قالب تصنیفی که داریم ارائه میکنیم کاملا مفاهیم رو به شما منتقل بکنیم. در شعرخوانی ما اگر یه سیلاب رو جاش رو تأکیدش عوض بکنیم کاملا کلمه عوض میشه. این شعر که من چندی بارها گفتم که ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم، من میگم ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم.
کاملا معناش عوض میکنه. هیچیش عوض نشد، فقط اون نوت دل رو تأکید شو، دل شکسته ایم تا دل شکسته ایم. اینجا موسیقیش عوض کردیم، کاملا معنا عوض شد. اینی که کسانی که میخوان بر غزل یا بر شعر نو آهنگ میخوان بذارن، بایستی مفهوم شعر رو خوب پیدا میکنن، کشفش میکنن و بعد آهنگ رو به گونه بذارن که شعر جایش عوض نشه و تأکیدات رو سیلاب ها رو خیلی بهش دقت بکنن که مفهوم شعر به نحو احسن بیان بشه. استاد سلام. خسته نباشید. میدونم تازه از راه رسیدین و یه راست اومدین اینجا، در اصل خیلی ممنون از زحمتتون. یه سوالی داشتم قبلا که ملاقات کردم فرصت نشد ازتون بپرسم در مورد فی‌البداهه نوازی و فی‌البداهه خوانی. آیا در خواندن هم به همون اندازه فی‌البداهه خوانی هست که در سازها هست و چرا از کجا پیدا شد این فی‌البداهه نوازی در موزیک شرق که در غرب نیست؟ بله، این در ذات موسیقی ماست، اون موسیقی که به ما رسیده، که موسیقی رو وقتی به عنوان زبان به کار میگیریمش، وقتی که اون موتیف ها و واژه هاشو شناختیم، بلدیم با این واژه ها شکل های مختلف درست بکنیم و فرم های مختلف و منظورها و موضوعهای مختلف رو میتونیم بیان بکنیم. این در شعر ما هست، در موسیقی ما به نحو احسن هست. منتها کسی که میخواد استفاده کنه با این زبان بشناسه و خلاق باشه، بتونه، مثل صحبت کردنه. یکی ممکنه که بیاد رو صحنه خواسته صحبت بکنه، نتونه صحبت کنه با همون زبانی که بلدم است، نتونه صحبت کنه، از رو باز بخونه یا بیاد مثلا فقط نوشته دیگران رو بخونه، ولی یک نفر خودش میتونه یک چیز جدید بنویسه، و یا اینکه بیاد قشنگ به راحتی صحبت بکنه. این خاصیت هر زبانی است. وقتی که ما موسیقی رو به شکل زبان بهش نگاه کنیم، به راحتی میشه درش بداهه خوانی و بداهه نوازی کرد و این خاصیت در موسیقی ما هست. و هنرمندان ما وقتی که خلاق باشن و واژه‌های زیادی رو بشناسن، موتیف‌های زیادی رو بشناسن، زیاد ساز گوش کرده باشن، زیاد آواز گوش کرده باشن، زیاد آهنگ‌های مختلف گوش کرده باشن، از هر کدوم که چند تا واژه یاد بگیرن، مثل این میمونه که یه زبان رو با یک وسعت زیادی واژه‌های مختلف بشناسن و میتونن درباره‌اش صحبت بکنن. بله، این خاصیت در موسیقی ما هست. بفهم. سلام عرض میکنم. سلام نازنین. بسیار خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. سوالم از محضرتون اینه که شما جریان‌های سیاسی رو که در سال 57 اتفاق افتاد، تأثیرش رو در موسیقی که شما امروز ارائه‌گرش هستین چگونه می‌بینین؟ یعنی اگر اون اتفاقا پیش نمی اومد، آیا موسیقی ما امروز وضعیتی متفاوت با امروز داشت، بهتر بود یا بدتر بود؟ و سوال دوم اینه که آیا دورانی برای، یعنی موسیقی ما دوران رونق و اعتباری داشته که هنرمندا میتونستن با افتخار اعلام بکنن که هنرمند هستن و موزیسین هستن، و اگر بوده علت اون رونق و مباهات چی بوده در اون دوره؟ خیلی متشکرم. بله، ببینیم موسیقی همراه با اتفاقاتی که برای مردم میفته هی شکلش عوض میشه، رنگش عوض میشه. اگر شما جنگ های زیادی رو داشته باشین، موسیقی به طرف سرودهای میهنی و اینا حرکت میکنه، ولی در ذات بر موسیقی هیچ تأثیری نمیتونه بذاره، تغییری نمیتونه بده. همچنان که در زبان پارسی ما در ذات نمیتونیم چیزیشو عوض بکنیم، ولی میتونیم با اتفاقاتی که میفته واژه‌های تازه که ریشه‌ای در زبان فارسی داشته باشن به کار بگیریم. اتفاقات حالا چه سال 57 چه اتفاقات بعد بی تأثیر در موسیقی اون زمان نیست. و بعد اینکه موسیقی میتونه مثل یک تاریخچه
بیانگر اتفاقات زمان خودش باشه که در چه زمانی چه اتفاق افتاده و چه نوع آهنگایی ساخته شده، ولی این راه موسیقی رو عوضش نمیکنه، در ذات موسیقی رو تغییر درش نمیتونه بده. در شکل تاریخی خودش آره به شکل تاریخش در بیاد، به شکل اوضاع اون موقع زمانش در میاد و این تأثیر داره، حتما تأثیر داره، به تأثیر نیست. یکی دیگه این که سوال دومتون فرمودید، ما در طول این 50-60 ساله که من بودم، خب به هر حال موزیسین‌ها خیلی افتخار میکردن که موزیسینن و در جامعه جایگاه خوبی داشتن. در قدیم هم به همین شکل بوده، ولی از زمان خانواده پهلوی، یعنی از رضا شاه به این طرف، که یه مقدار موزیسین‌ها آزادتر تونستن در جامعه ظاهر بشن و کارشون رو ارائه بکنن، از اون زمان این چیز از این سرفرازی موزیسین‌ها تونست خودش نشون بده بیشتر. بله. متشکرم. سلام استاد، خیلی لطف کردید که اومدید استنفورد از طرف همه دانشجوها. سوالی که دارم در ادامه سوالیه که پرسیده شد ازتون راجع به جایگاه جهانی موسیقی ایران و شما گفتید که خب افراد حرفه‌ای موسیقی ایران نتونستن خوب حالا موسیقی رو عرضه کنن. میخواستم ببینم که ما به عنوان افرادی که ما دانشجوها به عنوان افرادی که حرفه‌ای نیستیم در موسیقی، ولی آدمایی هستیم که در خارج از ایرانیم و احتمالاً افرادی رو هم از خارجی ها در حلقه افراد نزدیکمون داریم، چجوری میتونیم موسیقی ایرانی رو به نظر شما بهشون معرفی کنیم؟ چه نمونه هایی از موسیقی ایرانی هستن که با توجه به دانش شما راجع به موسیقی ایران و جهان دلنشین ترن واسه شون، و کلا به نظرتون ماها ایرانیای خارج از کشور چیکار میتونیم در این راستا بکنیم؟ بله، خب برای شناسوندن موسیقی شما باید هنرمندی رو که توانایی در اجرای موسیقی داره بتونین معرفیش بکنین، چون موسیقی به ذاته به تنهایی که وجود خارجی بدون انسان نمیتونه داشته باشه بدون هنرمندش، و حتما شما باید یه هنرمندی رو معرفی بکنین که این هنرمند این موسیقی رو خیلی خوب داره ارائه میکنه. این بستگی داره که شما دیگه چه کسایی رو هنرمندی بدونید که لایق هستش که معرفیش بکنید به جامعه خارج از کشور. بعد ما همچنان که عرض کردم که در این زمینه از استعداد موسیقی ما خیلی استفاده نشد. هنرمندان زیادی پرورش پیدا نکردن که بتونن جهانی بشن، ولی این موسیقی ما خیلی حرف داره، خیلی امکانات درش هست که هنرمندش باید پرورش پیدا بکنه. هنرمندش وقتی پرورش پیدا کرد او میتونه موسیقی رو معرفی بکنه، ولی موسیقی بدون هنرمندش اصلا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه. سلام، خسته نباشید. سوالی که من داشتم یه ذره انقدر تکنیکال نیست. سوالی که من داشتم این بود که خب چی شد که اول شما درباره خیام خوندین؟ من درباره اون فقط روایت خیام و در حالی که خب فضای خیام یه ذره متفاوته با فضای تصنیف، و چرا با احمد شاملو این کار کردین؟ درست متوجه نشدم، دوباره دقیق‌تر بفرمایید. به میکروفون یکم نزدیکتر باشین که صدا رو خوب بشنوم. سوال اول این که چرا اصلا فضای شعر خیام با فضای مثلا تصنیف و آواز متفاوته؟ اول چی شد که تصمیم گرفتین خیام بخونین، اون شعر روایت خیام؟ و سوال دوم اینه که خب چرا با احمد شاملو این کار کردین؟ دلیل خاصی داشت؟ فکر میکنم شما مطالعاتون در این زمینه خیلی کمه، حقیقتش کم شنیدین، چون ما خیلی زودتر از اینکه اون روایات خیام رو من بخونم، من کار هنریمو شروع کردم و از قضا من از خیام خیلی کمتر از دیگران خوندم، بیشتر از حافظ و سعدی خوندم. و یکی از برنامه‌ها این بوده که برنامه خیام رو ارائه کردیم که آقای احمد شاملو دکلمه کرده بودن. اینو او تهیه کننده میخواد که مثل یک تهیه کننده فیلم، مثل کارگردان فیلم خود از موضوع مختلف استفاده بکنه، از هنرپیشه‌های مختلف استفاده بکنه. در کار تهیه کردن برنامه موسیقی هم این از یه نفر تهیه کننده دلش میخواد که از چند تا هنرمند استفاده بکنه. بله، از آقای فریدون شهبازیان که آهنگساز
اون برنامه بودن از من خواهش کردن که اون آهنگا رو بخونم و از آقای احمد شاملو هم به هر حال خواهش کرده بودن که بعضی از اون رباعیات رو دکنوه کنن که البته استودیومون با هم دیگه فرق داشت. من در یک جای دیگه با ارکستر خونده بودم، ایشون در جای دیگه برنامه رو خونده بودن و بعد اینا رو میان میکس میکنن با هم دیگه و به صورت برنامه درش میارن. این هم جزئی از کارهای ما است، یه چیزی هدف خاصی نیست، هدف خاصی نبوده و اولین کار منم نبوده رباعیات خیام. شاید بگم که از کاره بوده که بعد از چند سال که کار آواز باز حافظ و سعدی و مولانا و دیگه شعرا دیگه داشتم، یه برنامه با خیام داشتم و خب سالهای بعدم به حال از خیام زیاد استفاده کردم و ارائه کردم خیام رو. کانون پرورش فکری تولید کردن؟ نه اون رو یه شرکت دیگه بود تولید کرد. کانون پرورش فکری بله دیگه اولین بارش پرورش فکری کودکان بود. با سلام. شما گفتین که موسیقی ایرانی مخصوصا در نسل‌های موسیقی کلا در نسل‌های قبل ما مشکل تحریم رو داشته و این مشکل که جلوه منفی که مطرب داشته و خوشبختانه این تا حدی حل شده. به نظر من مشکلی که حل نشده و دوست دارم ببینم که شما عقیدتون راجع به این چیه، اینه که هنوز در فرهنگ ما و در جامعه ما موسیقی به عنوان یک پیشه اصلا جا نیافتاده و من خیلی بعید میدونم که شما پدر و مادری پیدا کنین که حاضر باشه که بگه بچه مثلا به جای که بری دکتر بشی و مهندس بشی و حالا جدیداً مد شده که وکیلم بشن، مثلا بگه که آقا شما اجازه داری بری مثلا موسیقیدان هم بشی به فرض. همچین چیزی اصلا نداریم. یعنی به نظر من خیلی غیر قابل هضمه برای خانواده ایرانی که بچه‌شون بگه من میخوام برم هنرمند بشم و این پیشه منه و این راه امرار و معاش منه. آیا شما راه حلی میبینین که بشه این به جز گذر زمان حالا شاید که بشه اینو یه جور جا انداخت در خانواده ایرانی یا فرهنگ ایرانی؟ بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما موسیقی رو به عنوان حرفه هیچ وقت بهش نگاه نکنیم. موسیقی رو به عنوان حرفه بهش نگاه نکنیم. ما هم که اصطلاحاً حرفه‌ای هستیم، من هیچ وقت موسیقی رو به عنوان حرفه از اول دنبالش نرفتم. موسیقی زبان دلم بود، صدا رو دوست داشتم و باهاش زندگی میکردم و اگر هم کار به اینجا میکشه که حرفه‌ای میشه آدم، اصلا حساب موسیقی رو از حساب پزشکی، از حساب معلمی، از حساب کارهای دیگه جدا بکنیم که یه نفر از اول پدر مادرش میخوان این بره حرفه بشه موزیسین. نه، هیچ کدوم از ماها وقتی که شروع کردیم به عنوان ساز و به عنوان حرفه انتخاب نکردیم. حتی الان گروه شهناز که جوونا که با من دارن میان ازشون بپرسید، هیچ کدوم از روز اول که ساز شروع کردن به عنوان حرفه انتخاب نکردن، به عنوان عشق و علاقه انتخاب کردن. بعد ریزه کشیده شد که دیگه همه وقتشون گرفته، چون هنرمندی که میخواد رشد بکنه تمام وقتش رو سازش و هنرش میگیره، یعنی به کار دیگه نمیتونه برسه که لاجرم مجبور اون وقت بره کار حرفه‌ای بکنه. یک اینکه خانواده ما خود هنرمندان خیلی به شکل حرفه‌ای به موسیقی نگاه نمی‌کنیم، به معنی کار و حرفه و اینکه فقط بریم پول در بیاریم بهش نگاه نمی‌کنیم. حالا یه پرانتز عرض می‌کنم، مژگان دختر من خیلی سال پیش چند تا شاگرد گرفت که بیان پیشش ستار کار بکنن. یکی از دوستان ما که خانوادهشون خود یعنی هم پدر هم مادر هر دو دکتر بودن، دو تا دختر کوچولو داشتن، یکیشون 7 سالش بود، یکیشون تقریبا 8 سالش بود. اینا اومدن پیش مژگان که ستار یاد بگیرن. خب حالا پدر مادر دکتر تحصیل کرده، خانواده بسیار مرفه خوب بودن اینا. بعد یکی از اینا پرسیده بود که به مژگان گفت بود که خانم اجازه هست؟ اجازه؟ گفت بود که چی ازم؟ گفت بود بعد ما میتونیم تو خیابون بریم بزنیم پول در بریم یا نه؟ این بود که خیلی مسئله جالبی است برای من. این چیزهاست که به هر حال پیش میاد، بس که داره که هر کسی چه کار میخواد بکنه. میخواد به عنوان حرفه دنبال بکنه میتونه.
یا نمیخواد به حرفه دنبال بکنه. این دیگه بستگی داره که چجوری برای زمان پیش بیاد. بله ریزیته در خانواده‌های ما جا میفته که چون ببینید چند نسل طول میکشه تا خانواده‌ها دیگه کاملا بپذیرن که یک فرزندشه پسرش میخواد بره موزیسین بشه، دلش میخواد بره موزیک بشه. و الان خیلی از خانواده‌ها براشون چیز نیست، یعنی معنی نمیکنن. خیلی از خانواده‌ها که بچه‌ش میگه من میخوام برم مثلا کموچه بزنم، بعدم برم خود بزنی بزن. این بستگی به اون فرهنگ خانواده داره و در همه خانواده‌ها جا نیفتاده، اما خیلی از خانواده‌ها هستن که بچه‌شون هم اگه میخواد بره حرفه‌ای این کارو دنبال بکنه هیچ منعش نمیکنن و کمکش میکنن. ولی ما زمان میخواد که این فراگیرتر بشه. خب باز هم سوالی باشه من در خدمت هستم. ضمن تشکر از برگزار کنندگان این برنامه به ویژه آقای عباس میلانی و تشکر از شما که تشریف آوردید. دو تا من سوال دارم، یکیش در رابطه با خود موسیقیه و اینکه شما میگید که موسیقی در رابطه با مردم و محیط اجتماعی و اینکه موسیقی ایرانی به هر حال ریشه داره در زمان در واقع کشاورزی و فئودالیسم و امروز زمانه اینقدر عوض شده که موسیقی نوین غرب با رپ و متال و امثال این در واقع نزدیک شده. شما فکر میکنید موسیقی ایرانی با حفظ اصالتاش میتونه به این دوران جدید کامپیوتری با این ریتمای جدید و سریعتر نزدیک بشه؟ این یک سوال. دومیش در رابطه با موسیقی ایران در به طور کلی است و نه فقط موسیقی سنتی. در ایران بسیاری از آدم‌ها آمدن و خوندن، نه تنها قمرالملوک و مثلا وزیری، بلکه خانم مهوش هم توی مملکت آواز خونده است. نه تنها آدمایی آمدن که کار سنتی کردن، آدمایی مثل فرهاد شیوه دیگری خوندن، یا آدمایی مانند ویگن شیوه‌های دیگری خوندن، تا امروز که مثلا آدمی مانند محسن نامجو آمده از ریتم‌های جدیدتر و یا شیوه‌های جدیدتری رو به کار میگیره. شما راجع به این مجموعه‌ای که تو ایران خوندن و نه فقط موسیقی اصیل ایرانی، مثلا آدمای معروف‌ترش مانند گوگوشی، نظرتون اصولاً چگونه است؟ تشکر. موسیقی همچنان که عرض کردم بیانگر حالات یه فرد هست، یه فردی که یک به حال سلیقه خاص خودشو داره، در یک شرایطی خاصی زندگی کرده و میخواد ارتباطی با موسیقی و از طریق موسیقی با مردم پیدا بکنه. ما روی موسیقی اصیلمون خیلی از مردم تعصب دارن و تأکید دارن که فقط موسیقی هم موسیقی اصیل درسته، بقیه موسیقی خوب نیست. فکر میکنم که نه، این یه مقدار تعصب هست. موسیقی اصیل ما حرمتش به جای خودش و ما دوستش داریم و باهاش زندگی میکنیم، بیان حالات میکنیم و باهاش زندگی های داریم، وقتمون رو خوش میکنیم، آرامش پیدا میکنیم، هیجان پیدا میکنیم. هر کسی مطابق با فرهنگ خانوادگیش موسیقیشو انتخاب میکنه و من به شخصه هیچ موسیقی رو رد نمیکنم. میگم همه نوع موسیقی هست، انسان ها هر کسی دوست داره یه نوع موسیقی خودش داشته باشه، این حق اونه. من نمیتونم بهش میگم تو چرا سگا گوش نمیکنی؟ اگه دوست داشت سگا یاد بگیره من بهش یاد میدم، اما من دیگه بهش نمیگم تو چرا این گوش میکنی، چرا اونو گوش نمیکنی. من چه مثلا همچنان که من حق ندارم بگم که تو چرا این غذا رو میخوری چرا اونو نمیخوری. من دلم این غذا رو دوست دارم. موسیقیشو خودش انتخاب میکنه. حالا یا میخواد بشنوه میره نوارشو میخره، سیدیشو میخره، یا میخواد بره یاد بگیره. انواع و اقسام موسیقیایی که جوانها همینطور مطابق با حرکت جوامع بشری ما داریم ببینیم که موسیقی مختلف رو ارائه میکنن. این موسیقی ها زمان داره، یه زمانه‌ای هست. اگر ریشه در اصالتاش داشته باشه زمان بیشتری میتونه خودش نگه داره، اما اگر ریشه در اصالت‌های اون قوم و اون مردم نداشته باشه میاد و میره. یه چند وقت میاد جای پیدا میکنه، یه ده شنونده داره، بله به شکل‌های مختلف. حالا چقدر رشد بکنه باز بستگی داره که چقدر محیط بپذیره. هر چقدر که ریشه در اصالت‌های اون مردم داشته باشه و بتونه بیانگر حالات اون جامعه باشه، این موسیقی میتونه رشد پیدا کنه و خودش نگه داره. اما اگر نتونست و هنرمندش نتونست اون
جایگاه پیدا بکنه موسیقی فراموش میشه. ولی موسیقی در همه جای دنیا تنها موسیقی اصیلش نیست، موسیقی مختلف داره میاد امروزه که دیگه همه دنیا به صورت یک دهکده شده، یعنی از طریق اینترنت و از طریق ماهواره و از طریق رادیوها، تلویزیون‌ها و همه ارتباطات جمعی که ما داریم می‌بینیم موسیقی‌ها داره ارائه میشه و همه دارن میشنن و هر کسی اون چیزی که دوست داره گوش میکنه و ازش استفاده میکنه. نمیدونم جوابتون رو تونستم بدم. منظورتون خوانندگان یعنی از چه بخشش هست؟ بله خوانندگان هم بالاخره اونها موزیسینن دیگه، متأ میخونن دیگه، اونها سازشون حنجره‌شونه، به اون شکل میخونن. حالا یکی از قمر ملوک میشه، یکی از به قول شما خانم مهوش میشه، یکی از خانم مثلا سوسن میشه. اینا هر کدومی مطابق با فرهنگی که داشتن، مطابق با سلیقه‌ای که داشتن، محیطی که داشتن، موسیقی یاد گرفتن، در حد اون چرا که بودن خودشون رو ارائه کردن و شنونده‌شون هم داشتن. و منتها ما ایرانی‌ها خیلی کلاسه بندی میکنیم و نسبت به همدیگه گاه اوقات بی‌مهری میکنیم و رد میکنیم اون رو، اصلا عصبانی میشیم اینا. ولی مثلا در تاجیکستان من بودم هیچ اینجوری نبود. من فردی میشناختم، حالا اسمش یادم رفته، که ایشون وکیل مردم بود در مجلسشون، خواننده کلاسیکشون هم بود، به قول خودشون میگفتن مقام خان بود، اما تو مجلس عروسی هم میرفت میخون. هر گونه تصنیف ترانه‌ای که از نظر ما میتونست خیلی سبک باشه و برای اون چیز نباشه اینا میخوندن و هیچ گونه چیزی نبود، مثل ما نبودن که کلاسه بندی کنن، جایگاه خاصی برای هر کدوم داشته باشن. میگفتن هنره، هر کسی هر چی که میتونه بخونه. ولی ما در ایران اینجوری نیست. ما در ایران خیلی چیز میکنیم که دسته‌بندی میکنیم، کلاسه میکنیم کار رو و هر کسی میخواد در جای خودش قرار بگیره. مثلا قدیمی‌ها، خواننده‌های قدیم، بزرگ قدیم تصنیف خون رو می‌کردن تصنیف خونه و قبولش نداشتن. مثلا سید حسین طاهرزاده وقتی که آواز میخون، رضا اورخان نوروزی که وقتی میخواد تصنیف تکرارش بکنه، اصلا در مقابل اون چیزی نبود. اعتباری که برای سید حسین طاهرزاده قائل بودن که آوازخون تراز اول بود، هیچ وقت برای اون قائل نبودن که هر دوتاشون تو یک صفحه میخوندن، یکی این بر صفحه میخوند یکی اون بر صفحه، صفحه‌ش هم 3 دقیقه بیشتر نبود. و این اصلا این دسته‌بندی‌ها مثلا کار خوبی نبود که اون تصنیف خونه مثلا این آوازخونه، اصلا کار درستی نبود. و روانشاد بنان، استاد بنان یکی از کسایی بود که خیلی به تصنیف خونه دستین که آواز بسیار عالی میخوند، تصنیف خوندن رو خیلی تشویق کرد و بهش بها داد و بسیار هم خوب خوند و تصنیف‌های زیادی هم خوند. و از اون به بعد بود که دیگه ریزی همه فهمیدن که چه اشکال داره، تصنیف هم موسیقیه، فقط موسیقی ما که با آواز ختم نمیشه که. اینی که همه موسیقی‌ها خوبه. من خودم همه موسیقی‌ها، همه غذاهایی که خوب باشه میخورم، هر نوع موسیقی خوب رو گوش میکنم، اما غذای بد رو نمیخورم. موسیقی وقتی که بد نواخته بشه گوش نمیکنم. غذا هم که بد پخته بشه شما نمیخورین. و اینه که موسیقی به ذات بد نیست، موسیقی خوبه به شرطی که خوب اجرا بشه. خب بفرمایید. با درود به استاد شجریان، سوالی که من داشتم برمیگرده به تحول آواز. چیزی که من میخواستم بگم اینه که یکی از مشخصه های زمان ما اینه که واقعا سرعت زندگی بالا رفته. وقتی به موسیقی ایرانی هم به تاریخش نگاه میکنیم، منم این احساس رو دارم که من فکر میکنم موسیقی ایرانی پیشرفت کرده، دینامیک در موسیقی ایرانی بیشتر شده و موسیقی ایرانی پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشه. از وقتی که همینطوری مقایسه بکنیم از قدیم بیایم به موسیقی پایور برسیم و به مشکاتیان و علیزاده و حالا حتی علی قمصری، قشنگ یه تحولی رو میبینیم توی موسیقی و سیر روحی ما. اما تو آواز احساس میکنم مسیر برعکسی داره طی میشه. وقتی که به آواز گذشتگان نگاه میکنیم، مثلا وقتی که به اقبال السلطان گوش میکنیم، اون تحرک و اون قدرتی که تو اون صدا میبینیم، اون تلفیق شعر و موسیقی، مسیر برعکسش انگار طی شده. وقتی اون نوا رو میخونه با علی اکبرخان شهنازی، قدرتی توشه. بعدن میاد ردیف عبدالله خان دوامی، پر هنوز زیبایی و ظرافت. وقتی میرسه به محمود کریمی، همه تحرکاش به نظر من از بین میره. آواز بنان بسیار زیباست، اما وقتی با آواز نسل قبلش مقایسه میکنیم میبینیم یه مقداری ساکن شده. بسیار زیباست، جای خودش داره،
اما این مسیر به نظر میاد این سکون توی آواز حفظ شده و یک جوری من احساس میکنم که آوازمون از موسیقیمون داره عقب میفته، نوازندمون خوانندمون رو درک نمیکنه و احساس میکنم دوران خطرناکیه برای آواز. شما این رو چطور نگاه میکنید؟ بله، نه اینجور که میفهمید نیست. نه اینجور نیست، نگران نباشید. بله، من تجربه‌ام از خیلی از شما بیشتره و دید من از زوایای مختلف هست، از یک زاویه نگاه نمی‌کنم. اینی که باید از زوایای مختلف به هر موضوعی نگاه کرد و آدم همه جنبه‌هاش در نظر بگیره، بعد ببینی که آیا رشد داشته یا انحطاط بوده. ببینید ما خوانندگان بزرگی داشتیم که خب یکی شیخ بالسلطانه، طاهر سید طاهرزاده است، تاج اصفهانی، خود بنان هست. و شما بنان رو وقتی میخواین فکر میکنین که نسبت به بالسلطان انحطاط، همچین چیزی نیست اصلا. و آواز تکنیک نیست تنها، آواز اوج خواندن تنها آواز نیست، نه، آواز حق مطلب ادا کردن از نظر تحریرها، فرم تحریرها، از نظر بیان شعر و تأثیری که آدم در شنونده بذاره. بنان یکی از خوانندگان بسیار بزرگ ماست که بسیار خوب تأثیر گذاشته و آوازهای خوده که هیچ آوازخون قبلش نخوند. در همون بم خوندن، چون آواز فقط اوج نیست، بم یکی از بخش‌های بسیار ارزنده و زیبای آواز ماست که کمتر بهش توجه شده و اگه کسی بم خون باشه، خیلی خوب بتونه بم بخونه، خیلی میتونه تأثیر زیادی بذاره. یعنی که ما آواز رو نباید فقط از یک جنبش نگاه کنیم، از جنبه‌های مختلفش نگاه بکنیم. اینجور نیست، داره خیلی خوب پیش میره. و شما سبک‌ها رو اگه بشناسین، بیان نوارها رو با هم مقایسه بکنین، می‌بینین که آواز ما کلی رشد کرده، خیلی رشد کرده. و حالا بستگی داره که شما چه بناهایی شنیده باشید و چگونه مقایسه میکنین اینها رو با هم دیگه. از همون خوانندگان بزرگی که شما میفرمایید بیاید مثلا چارگاهی رو یه خواننده در قدیم خونده، یه چارگاه هم که بعدها یکی دیگه خونده، مقایسه بکنید، ببینید که اینها از جنبه‌های مختلفش بحث، اینا تا چقدر از نظر موضوع و مطلب توانایی این داشتن که ابراز هنر بکنن. به یقین به نتیجه میرسیم که موسیقی ما راه داره خوب رو داره طی میکنه و سالیان دراز یه مقدار آواز فراموش شده بود و بیشتر به تصنیف خونی مردم پرداخته بودن که من این خطر رو حس کردم و اومدم کلاس‌های گذاشتم که دوباره آنچه را که از قدیمی ها من یاد گرفتم و آنچه هم که خودم دارم، اینا همه رو به شاگردان یاد بدم. و الان شاگردانی خوشبختانه هستن دارن کار میکنن که تا یکی دو سال دیگه شما میبینید که در کار آواز تعداد شاگردای خوب، جوانهای خوب اومدن به کار که آغاز خیلی خوبی دارن، منتها بایستی ادامه بدن تا پخته تر بشن و جا افتاده تر کار بکنن. آوازخونای من الان 70 تا شاگرد دارم که در ایران دارم تدریس میکنم که 34 تاشون خانم‌ها هستن، 36 7 هم آقایونن که حدوداً در بین خانم‌ها و آقایون من شاید بگم که نزدیک 12 تا خواننده ممتاز تو اینا در میاد، آوازخوان ممتاز، و حدوداً 20 تا خواننده خوب مجموعاً تو اینا من یقین میدونم تا چند سال آینده ارائه خواهند شد. فقط بستگی داره که جامعه چقدر بها بده به اینها و شرایط چقدر برای اینکه اینها بتونن خودشون به مردم ارائه بکنن چقدر شرایط خوب وجود داشته باشه، چون شرایط بسیار بدیه. ولی در درون خانواده ها الان آوازخونه خوبی تربیت شدن و تعدادش که الان با من کار میکنن فوق العاده خوبن. یعنی همون چیزایی که من یعنی سخت‌ترین آوازایی که من خوندم اونا به نحو اثر قشنگ میخونن الان، یعنی با شیوهی که من باشون تدریس کردم اینا خیلی خوب دارن میخونن و چه خانم ها و چه آقایون و هر کدوم مطابق با وقتی که میذارن و استعدادی که دارن همینطور دارن خوب پیش میرن. نزدیک به 2 سال هست که
کاری که اینا کردن، من شاید بگم که خود من در عرض 5-6 سالم نتونستم این کار اینقدر رشد پیدا کنم که اینا در عرض 2 سال، کمتر از 2 سال اینقدر رشد کردن. خب برای که من یاد دادم که چیکار بکنن، چه جور تمرین کنن، چیکار بکنن و شیوهی که الان باهاشون کار میکنم خیلی شیوهی که خیلی زود سریع رشد میکنن. اینا بستگی داره که بعدن اینها دیگه از این کلاسا که میان بیرون تو جامعه میرن خودشون ارائه میکنن، راهشون عوض نکنن و جامعه پذیرای اینها باشه و شرایط برای معرفی اینها فراهم بشه. هیچ نگران نباشین، همه چی رو به خوبی داره پیش میره. استاد اگه اجازه بدید من یه سوالی در رابطه به همین مطلبی که فرمودید، این محدودیت هایی که علیه موسیقی هست دو چندانش علیه زنان بوده. آینده زنان در موسیقی ایران چگونه است؟ نه فقط آواز بلکه به طور کلی. بله، شرایط خیلی شرایط بدی است برای معرفی زنها به جامعه، زنهایی که به هر حال کار هنری دارن میکنن. اما خوشبختانه میگم الان 33-4 تا خانمایی که دارن کار میکنن چندشون از شهرستان میان، یعنی از اصفهان میاد، از جاهای مختلف میاد. مثلا من دو تا دختر خانم ها هستن که از اصفهان میان، هفته یه بار میان تهران، یه روز هستن دوباره برمیگردن. اینا از راه دور. آقایون از مشهد میان، از نمیدونم دورترین از تبریز میان، از راههای دور 500 کیلومتر 600 کیلومتر از میان، با قطار میان یا با اتوبوس میان، درس میگیرن و میرن. ببینید با چه عشق و علاقه. و اینجاست که آدم میگه که این فرهنگ نمیمیره، این فرهنگ زنده میمونه، چون مردمش میخوان داشته باشن. و دخترای ما با همه این که الان همه راهها برای ارائهشون بسته هست، اما انگیزه این که هنر رو دنبال بکنن درشون نمورده، هست، وجود داره و جایی هیچ گونه نگرانی نیست که در آینده خانم‌ها بتونن که بیشتر کار خودشون ارائه بکنن. و این تکنولوژی که جزو سوال شما بود، این هیچ بدی که نداره، هیچ خیلی هم خوبه، خیلی فراگیر میکنه هنر رو، یعنی به کمک هنرهای جهان اومده و خیلی سریع هنر رشد میکنه و جای هیچ چیز نگرانی نیست از این قسمت. بفرمایید. با سلام و تشکر که تشریف آوردین. فرمودین که یعنی احساس من از برداشت شما این بود که باید خواننده وفادار بمونه به اون ریتم و وزنی که شاعر در نظر داشته وقتی که شعر رو داشته میگفت و در خدمت معنی اون باشه. نه به ریتم، به مفهوم، به معانیش. فقط شما در کار آهنگسازی شما میتونید ریتم طبیعی رو بشکنید یا ریتم دیگه درست کنید، ولی چیز رو مفاهیم رو نباید از بین ببرید. نه، مفهوم باید کاملا مشخص باشه. حالا قسمت بعدی هم همین میخواستم بر این اساس ببینم که به نظرتون در مورد شعر نو فرمودین که یکم مشکل بوده و این کار رو انجام دادین. در مورد شعر کلاسیک و موزون یه سری خواننده های جدیدی که معتقدن لزومی نداره که به اون به اصطلاح عروض و وزن و هجاهای کوتاه بلند وفادار بمونن و میشکنن، یه کمی به نظرم اول آدم میشنن و عجیب میاد. به نظر شما این چطوریه؟ در خدمت مفهوم و معنایی که شاعر تو ذهنش هست میگنجه یا اینکه به نظر شما سنت یعنی کار درستی نیست؟ من نمونهشو نمیدونم که منظورتون چی هست، اما به طور کل که عرض میکنم ریتم رو میخواد بشکنه، هر کاری که میخواد بکنه. اما اون چیزی که شاعر گفته، مفاهیمی که شاعر گفته، اون رو بایستی منتقل بکنه و الا خیانت کرده به شعر. اون کارو بکنن، حالا میخوان در هر دستگاهی، در هر گوشه‌ای، در هر ریتمی، به هر شکلی میخوان ارائه کنن. مهم نیستش که وزن شعر رو آدم رعایت بکنه، چون من میدونم که مثلا استاد تجویدی، روانشناس تجویدی که آهنگساز بزرگ بود، ایشون خیلی وقتا رو غزل کار کردن و ایشون میگفت من بارها ریتم طبیعیشو به هم میزنم و یک چیز دیگه ازش درست میکنم. همین کاری بود که عارف و شیدا هم کردن. این کار معموله در ما. اما ریتم مهم نیست، ریتم هم بخوره، ولی مفاهیم نبایستی دستکاری بشه.
اما اینکه شما دارین نمونهشو نمیدونم چه نمونه‌ای دارین میگین که تا بگم که این نمونه درسته یا درست نیست. حالا به طور خاص منظورم چیزی که تو ذهنم بود آقای محسن نامجو بود، ولی حالا اینم که فرمودین مفاهیم، همون مثالی که خودتونم شریک خوندین که دل شکستم و اون یکی دل شکستم، خب یه کمی ریتم بالا پایین بکنیم، مفاهیم خیلی ممکنه بیان بکنن به هر شکلی مفاهیم رو بیان بکنن. به هر حال این من نیستم که باعث تایید بکنم، این شنونده است، این جامعه است که یک کسی رو قبولش میکنه نمیکنه. قبول میکنی؟ من رو هم جامعه باز قبول بکنه. هنرمند رو شنونده ها هستن که میپذیرنش، قبولش میکنن یا گوش میکنن گوش نمیکنن. اون باعث ببینه چه نوع شنونده ای داره و چه کار داره میکنه، برای کی داره کار ارائه میکنه. چون اگر شنوندهش میخواد که شعر خوب ارائه کنه با شعر خوب بهش بده، اما اگه میخواد بازی بکنه با کلمات اینها، خب باز شنونده داشته باشه. آره نیستش که من تایید بکنم یا این متخصص موسیقی تایید بکنم، نه، ما تاییدمون برای زمان دیگه است، اما در جامعه وقتی میره جامعه باز تایید بکنه. استاد عزیز ما سلام، خسته نباشین. ممنون که با حضورتون و فروتنی یه همچین نشست خودمونی رو برای همه ما فراهم کردیم. من اگه اجازه بدین یه حس شخصی رو باهاتون تقسیم کنم و ازتون نظر و کمک بخوام. من شخصا جنگ تازه شروع شده بود که در تهران به دنیا اومدم. وقتی که چشم به دنیا باز شد، گوشام به موزیک باز شد، با پاپ لس آنجلسی آشنا شدم. پدر و مادرم هم همون موسیقی رو که در جوانیشون شنیده بودن زمزمه می‌کردن و من بزرگ شدم و زمزمه‌هاشون شنیدم و آهنگایی که گوش می‌دادن شنیدم و اکثرا غیر سنتی، موسیقی غیر سنتی بود. در نوجوانی و جوانی، آغاز جوانی، اکثر حلقه دوستانی که داشتم بیشتر با موسیقی غیر سنتی آشنا بودن و انگشت شمار بودن کسانی که بینشون با موسیقی سنتی دلبستگی داشتن و آشنایی داشتن و تمایل جدی داشتن که گوش بدن. به همین خاطر همیشه شخصا احساس نگرانی، ترس و غریبگی می‌کردم به موسیقی سنتی ایران، که احساس می‌کردم من باید اطلاع بیشتری داشته باشم، یا این موسیقی برای من سنگینه، یا این موسیقی جدیه که به راحتی گوش دادن به موسیقی‌های کوتاه چند دقیقه‌ای پاپ آشنای عامه شناس نیست. به همین خاطر فرصت نشد که آشنا بشم با موسیقی سنتی ایران. ربنای شما رو میشنیدم، موسیقی سنتی خورد از رادیو تلویزیون ایران پخش میشد، ولی واقعا نشد که ازش استفاده بکنم. میخواستم نظرتون در این باره بپرسم و با توجه اینکه میدونم اکثر جوونا براشون راحت تره تا با پاپ آشنا بشن تا موسیقی سنتی، به خودم اجازه بدم که این سوال ازتون بپرسم و ازتون کمک بخوام در این زمینه، ببینم نظر شما چیه و چه پیشنهادی دارین. ممنونم. بله، هر موسیقی پیام خودشو داره و شنونده خودشو داره. مثلا موسیقی‌های پاپ خب به هر حال شکل‌های مختلف داره دیگه. خب جوان‌ها اون موسیقی سهل الوصول‌تر، راحت یاد میگیرن، راحت میتونه با شتاب درقال کنن، خب این رو میشنون و گوش میکنن. ولی آدم در سنین مختلف موسیقی مختلف رو نیاز داره که گوش کنه. اینه که یه موسیقی سنتی نمیشه برای همه زمانها و همه سنها اون رو آدم تجویز بکنه و شما از صبح تا شب فقط یک ترانه رو گوش بکنین یا آواز رو گوش کنین. این کار هیچ وقت نکنین. موسیقی برای زمانهای مختلفه. آدم باید بدونه موسیقی رو چجوری گوش میکنه. بعضیا که موسیقی فقط مصرف میکنن. نه، موسیقی مصرف نباید کرد. همینجوری بیخودی صدا بده برای خودش، نه. موسیقی رو باش گوش کرد. نه اینکه میشنوم موسیقی رو، یه چیزی به گوشم میخوره میره. موسیقی رو باید گوش کرد و بیخودی بلا آدم چرا یه سر صدا ایجاد بکنه. حالا چه میخواد بخونه، چه میخواد بزنه، چه میخواد که صدای مثلا رادیوشو یا صدای ضبط صوتشو مثلا زیاده کم بکنه. موسیقی رو باز خوب شنید و بعد آدم برای چی داره موسیقی میشنوه، در چه زمان آدم داره موسیقی میشنوه، اینا همه رو باز آدم تجربه کنه و تا از موسیقی بهتر لذت ببره، بیشتر بتونه ازش استفاده بکنه. و من تأکید میکنم که مثلا شجریان از صبح تا شب به درد نمیخوره که شما گوش کنین. چرا از صبح تا شب شجریان گوش کنین؟ نه، موسیقی مختلف گوش کنین، موسیقی برای حالت مختلف، برای منظورهای مختلف. هنگام رانندگی شما هیچ وقت موسیقی مایج گوش نکنین، برای که پاتون رو گاز میزنین فشار. اصلا این کار نباشه.
من خودم چون در رانندگی خیلی تون میرم اینا، همیشه موسیقی آرام تو ماشینا میذارم که موسیقی آرام گوش میکنم که به من آرامش بده. بعد یه موسیقی هم گوش نمیکنم که حواسمو پرت بکنه. همیشه موسیقی من میشنوم که زمینه ذهن منو آرام کنه و به من لذت بده. آدم باید بدونه موسیقی رو برای چی گوش میکنه و آگاهانه موسیقی رو روشن کنه، به کار بگیره، همینجوری مصرفش نکنه موسیقی رو. آره اینه که من هیچ تعصبی رو هیچ نوع موسیقی ندارم. یه موقعی که خیلی جوان بودم که تجربه کمتری داشتم تعصب داشتم، آره، ولی بعدها فهمیدم که نه، این تعصب خامیه. آدم بایستی برای همه سلیقه ها، برای همه فرهنگ ها احترام قائل باشه. اونها موسیقی خودشونه میخوان، من نباید ناراحت بشم چرا موسیقی گوش میکنن، اونا اون موسیقی گوش میکنن، دوست دارن گوش میکنن، منم موسیقی خودم گوش میکنم. بعد اینه که موسیقی برای سنین مختلف، برای زمانهای مختلف به کار گرفته میشه، استفاده بشه و آدم بدونه که چه چیزی داره استفاده میکنه و موسیقی خوب بشنوه آدم. موسیقی خوب. یه تأکید که اینجا دارم مخصوصا به مادران و دخترها هست، این که شما در دوران بارداری سعی کنید موسیقی خوب گوش کنید. موسیقی هر جای دنیا رو میخوان گوش کنید. موسیقی خوب گوش کنید تا اون فرزند شما گوشش با اون موسیقی خوب آشنا باشه. این وقتی به دنیا میاد تمام اون موسیقی رو میدونه، آگاهه. این تجربه شده طبعا که میگم تجربه کردم و مثلا پسر کوچیکم که الان 12 سالشه، من به خانمم گفتم موسیقی خوب گوش میکنی؟ گفت آره. حتی ماهای آخرم خودش آمده بود میگفت گوشی میذارم رو شکمم که اون بشنوه. گفتم نه، اون خودت که بشنوی اونم میشنوه. آره. و موسیقی خوب گوش کن. اینی که بچه اومده به دنیا گوشش کاملا به موسیقی آشناست و اگه کوچکترین انحرافی در موسیقی باشه این ناراحت میشه و یکی فالش بخونه یا فالش بزنه فوراً گوشش میگیره، این داره بعد میذاره فلان. این برای عادت کرده. در دورانی که در جنین بوده این موسیقی خوب مادرش شنیده، اینم با موسیقی خوب آشناست. و دوران جنینی بهترین زمان تربیت فرزنده. شما فرزندتون در دوران جنین میتونید به هر شکلی تربیتش کنین که بعد ممکنه نتونین. بعد دوران جنینی هست که موسیقی خوب گوش کنین، بچه خوب میشه. حالات خوبی داشته باشین، شرایطی که شما دارین این خیلی رو بچه تاثیر میذاره. مثلا من دخترم مژگان در موقعی که باردار بود این زیاد عکاسی میکرد و نقاشی میکرد. الان بچه‌هاش که اومده این دائم دنبال عکاسی و نقاشی و این کاراست و اون نقاشی و عکاسی دوست داره. اینها چیزایی است که تأثیر 100% رو جنین و فرزند داره و اینها رو توصیه میکنم که بهش توجه بکنین. خواهش میکنم. بفرمایید. استاد صدای من میاد؟ استاد شجریان عرض کنم که خیر مقدم عرض میکنم که تشریف آوردید از راه دور. دوم مصاحبه شما با BBC خیلی عالیه. اونای دوستان که نمیدونن حتما تماشا کنن. من 3 مرتبه اینو گوش دادم و خیلی خیلی جالب بود. با BBC صحبت کرده بود. من 3 تا سوال دارم. یه جریان راجع به همین موضوع که فرمودید، خانوم من خیلی موزیک گوش میداد و میده و یک پسری دارم 25 سال پیش به دنیا اومد و در 40 روز این داد بیداد میکرد، گریه میکرد. روز 16 و به هیچ وجه نمیگفت چشه، خب نمیتونه بگه چشه. روز 16 دیگه ما خلوش شده بودیم، موزیک روشن کردیم. بعد از اینکه همه کار کردیم فایده نکرد. بلا فاصله بعد از اینکه موزیک ایرانی شروع شد این بچه استاپ کرای، یعنی نمیتونست دیگه گریه نمیکرد. ببخشید فارسی من اونقدر مثل خود شما نیست. در این صورت هر شب که این شروع میکرد گریه کردن ما موزیک روشن میکردیم، این دیگه گریه نمیکرد. بله همینجوره. در این خیلی جالب. این یه تجربه شده است. بعد یه موضوعی گفتن که ملت میگن که بچه‌مون دکتر بشه، مهندس بشه، وکیل بشه. بهترین مهندس، بهترین وکیلا و بهترین دکترا کمترین پولو دارن که واقعا عاشق کارشونن، درست مثل میوزیشن و آرتیست هستن. در این صورت دکتر داریم که از همه دکترا بهتره در دنیا و دنبال پول نیست. هر رشته‌ای رو شما عاشقش باشید پول موضوع نیست. موضوع دیگه، یه موضوع فرمودید که دوستانی هستن
در کالیفرنیا در آمریکا از دوستان خود من هستن که دوست دارن چند رو خیلی طرفدار موسیقی و هنر هستن که بحث دیگه است که موسیقی و هنر که سمت چپ سمت راست مغزه چقدر کمک میکنه به پیشرفت تحصیل و بالانس بودن یک فرد، همبل بودن یک فرد. اونایی که تشویق نمیکنن وارد نیستن که از نظر علمی چقدر هنر اثر داره روی انسان. دوستان من دوست دارن و تصمیم دارن چند تا مدرسه موسیقی در ایران شروع بکنن. سوال من از شما اینه که آیا اینا اونجا سرمایه، منظورشان پول ساختن نیست، آیا اینا اونجا سرمایه بذارن در چند تا استان که شما یا هر کسی اونجا بره تدریس بکنه بدون اینکه پول ساختمون بده، یا اینکه اون پول اینجا خرج بکنن و اون مدارس چند تا مدرسه رو اینجا درست کنن که اون شاگردا رو اسپانسر بکنن بیان اینجا و ادامه تحصیل بدن یا اسکالرشیپ براشون بگیرن. آیا اونجا اوضاع درست هست که اینا اونجا مدارس بسازن یا اینکه به مسجد تبدیل خواهند کرد اینا رو بعدن، یا اینکه واقعا اون سرمایه رو اینجا بذارن و شما شاگردا رو ما اسپانسر میکنید بیان اینجا؟ خب اینجا که راه دوره، به هر حال دسترسی خیلی کمه، ولی در ایران خب دسترسی میتونه بیشتر باشه، مطابق شرایط فراهم باشه که مدرسه موسیقی بتونه کارشو بکنه. اونو من قول 100% نمیتونم بدم که آیا در اون نظام حاکم بر اونجا خیلی تایید بکنه، ولی چیزام نمیکنه، یعنی جلوگیر نبودن، چون کلاس‌های موسیقی زیاد هست که الان دارن تدریس میکنن، فراوان کلاس‌های موسیقی هست که دارن تدریس میکنن، در اونجا مجوز میگیرن از وزارت ارشاد و داره تدریس میشه. فکر میکنم در اونجا خیلی خوب میتونه نتیجه بخش باشه، چون هنرمند زیاد در اونجا هست و بعد خب تولید کار شده برای عده، هم که مدرسه موسیقی هست، یه بچه‌هایی که دلشون میخواد موسیقی یاد بگیرن در اونجا میتونن یاد بگیرن. فکر میکنم اگه در ایران این کار بشه خیلی مفید میتونه، مفیدتر از اینجا میتونه باشه. خیلی متشکرم. بله تشکر میکنم. ضمن خیر مقدم دوستان سلام. ضمن خیر مقدم. متشکرم. برای ما خارج نشینان حضور حضرت علی یک ودیعه است. بسیار ما از این بابت خوشحالیم، هرچند داخلی ها گلایه دارن و میگن استاد کمتر به ما میرسن. باز امکانات و معذورات در اونجا مشخصه، ولی باز ما خوشبختیم از این که شما رو میبینیم و استفاده میکنیم. دو مورد خواستم خدمتتون عرض کنم. یکی این که قبل از انقلاب انتخاب موسیقی و شورای موسیقی در ایران در رادیو و یا تلویزیون انتخاب اشعار رو به عهده میگرفتن. گویا شورایی بود، انتخاب اشعار میگرفتن، موسیقی انتخاب میشد و خوانندگان اجرا میکرد. بعد از انقلاب تا اونجایی که من اطلاع دارم جوالی خودتون تصمیم به اتخاذ میکرد که چه شعری خونده بشه یا چه دستگاهی و احیانا آهنگسازی همراهی بکنه. روند انتخاب اشعارتون طی این سنوات تا اونجایی که باز من اطلاع دارم زایده از اوضاع و احوال زمان. آیا اینو میشه به اختصار برامون توضیح بدید که این اوج و حضیض این اتفاقات در طی سنوات بر مبنای آثار که از جناب علی بر جای مونده چه تأثیری میذاره؟ یک کمی جلوتر میکروفون که صداتون من بندی خورده احساسه. ببخشید. سوال بعد هم در رابطه با ساخت سازهایی است که جناب علی به عهده گرفتین. سازهای جدید چیست؟ یه توضیح برامون بدین. و اینکه به هر حال بازم خوشحالیم از دیدارتون. تشکر. خیلی ممنون. خب بله به هر حال در قبل از انقلاب رادیو تلویزیون چون می‌خواست برنامه رو از طریق رادیو تلویزیون پخش بکنه برای همگان، خب شورا داشت، هم شورای شعر داشت هم شورای موسیقی داشت، هر دو بود. یعنی آهنگ‌هایی رو که بعضیا ممکنه رد بکنن، میگن این چیه این آهنگ ساخته به چه درد می‌خوره، رد می‌کنن آهنگ رو. یا ممکنه اجرا رو رد بکنن، میگن اجرا خوبی نداره، فالش زده شده، دوباره بره اجرا بشه تا قابل پخش از طریق رادیو یا تلویزیون بشه. خب این کار خوبیه که رادیو یا تلویزیون وقتی میخواد برنامه رو پخش بکنه برنامه خوب پخش بکنه، چون دیگه مردم اینجا حق انتخاب به اون شکل ندارن. پیچ رادیو رو وام میکنه، این داره پخش میشه، دیگه آدم صفحه نیست که از جیبش در بیاره بذاره خودش گوش کنه، این داره پخش میکنه رادیو. اینجاست که رادیو تلویزیون موظف هستش که
چه شعر چه موسیقی برای بدن جامعه بخوره، خوب باشه، اجرای خوبی داشته باشه، خیلی خوب باشه. شعرهای مستهجن بد فایده نداره، یا آهنگای بد اجرا شده باشه، یا آهنگای پیش پا افتاده وقت مردم بیخود نمیگیرن، سعی میکنن که آهنگ‌ها خوب اجرا شده باشه. این در اون موقع بود. اما بعد از انقلاب خب حال من اصلا با محیط رادیو تلویزیون هیچ آشنایی ندارم، ولی اون چرا که مربوط به جامعه بود وزارت ارشادی تشکیل دادن که این راجع به شعر، راجع به موسیقی میخواست اظهار نظر بکنه که باشه یا نباشه. این بقیه من کار اضافی بود و اگر میخواد باشه این در رادیو تلویزیون باید چنین چیزی باشه. برای جامعه صفحه نوار این جامعه خودش انتخاب میکنه. این مردم هن که میگن ما این رو گوش بکنیم یا نکنیم. خانواده خودشون انتخاب میکنن، چون حق انتخاب دارن که این صفحه رو بخرن، از این خواننده استفاده کنن، از این نوازندگان استفاده بکنن، این آهنگ گوش بکنن نکنن. اما رادیو تلویزیون نه دیگه، مجبور میکنه که همون چیزی که داره پخش میکنه مردم همون رو گوش بدن، ها یا مگه ببنده ولی تا میخواد بشنوه اون چیزی که اون پخش میکنه بشنوه. این هست الان در ایران هست و البته خب در رادیو تلویزیونشون هم به یقین شورای شعر و شورای آهنگ دارن، تا جایی که من خبر دارم دارن، دور من خبر دارم. ولی وزارت ارشادش واقعا من چیز اضافیه که هر کی میخواد کنسرت بده واسه اونا اجازه بگیره. این چیزایی است که مسائل سیاسی است و برای کنترل سیاسی دارن میکنن، مثلا شعرش رو میخوان کنترل بکنن اینها. و جمعیتی که اینجا جمع میشه چی تو جمعیت چه خواهد بود، اینا از نظر مسائل سیاسیشون این چیزا رو قرارها رو گذاشتن که اونم به هر حال باز برای یه روال پیش نمیره، دائم هی بالا پایین میشه، آدم تکلیفش روشن نیست که اینا چی میخوان میگن چیکار میخوان بکنن. این مشکلات که الان هست وجود داره که یه مزاحمی سر راه وزارت ارشاد. بعد راجع به سازها که فرمودید، خب من دیگه مجبور شدم که این اواخر بیام چند تا ساز بسازم که به سازهامون اضافه بکنیم. چرا؟ چون جای سازها رو خالی می‌دیدم و احساس نیاز می‌کردم. حالا به چه گونه؟ ما در ایران بیش از 100 خورده ساز هست که در روستاها نواخته میشه. 110-15 نوع ساز که تا جایی که من خبر دارم قبل از انقلاب در وزارت فرهنگ و هنر آقای ابراهیم قنبری‌مهر استاد بنده که استاد سازساز هستن، ایشون جمع‌آوری کرده بودن این سازها رو در وزارت فرهنگ و هنر. اما همه این سازها در ارکسترها به کار گرفته نمیشه. اون چرا که در ارکسترها که به کار گرفته میشه همین سازهایی است که ما داریم میبینیم، تار و کمانچه نو اینا که خب بسیار هم خوب است و همیشه صدای خیلی خوبی داره و بستگی داره که چگونه تنظیم میشه و چگونه اجرا میشه، خب دلنشینه. ولی با سفرهایی که من در خارج از کشور داشتم و با شناختی که از موسیقی‌های دیگه دارم، دیدم که امروزه در جهان یعنی موسیقی کلاسیک غرب، موسیقی غرب تقریبا میشه گفت از 6-7 اکتاو استفاده میکنه. نمونهش پیانو رو ما میبینیم 7 اکتاو داره. اما در موسیقی ایران بیشتر همون 3 اکتاو وسط رو ما میدیدیم که ارائه داره میشه. گاهی اوقات اکتاو بالاتر هم میرفت، اما در قسمت بم ما نداشتیم سازهایی. بمترین ساز ما همون عود هست که ما 2 مرحله بمتر از عود هم میتونیم داشته باشیم که در جهان سازهایی بود که از عود 2 مرحله بمتر هم هست، یعنی 1/4 یعنی به اندازه 4 پرده یا 5 پرده بمتر یا 1 اکتاو یا 2 اکتاو بمتر هم هست. که من احساس نیاز کردم که این صداهای بم رو ما در موسیقیمون کم داریم و شنونده های ما خیلی دوست دارن، خود من خیلی دوست دارم این صداها رو، ولی در موسیقی سازش نیست و کسی هم نمیاد که بسازه. چندین بارم بعضیا اقدام کردن اما ناموفق بودن، چون مثلا اومدن کمونچه باس بسازن، چون اون شکل کمونچه رو خودشون تو سنت شکل کمونچه گرفتار کردن، اون جوابی که باس بگیرن نگرفتن، چون در سنت خودشون گرفتار کرده بودن. موسیقی ما شکل نیست، موسیقی صداست. تعصب روی شکل سازها داشتن و عقیده من خیلی پسندیده نیست. ما تار رو به اون شکل خودش حفظ میکنیم و باید حفظ بشه. اما حتما ما میخوایم موسیقی بشه و حتما باید شکل تار داشته باشه که نه.
کمونچه شکل خودش داره، صدا خودش داره، نی، سنتور، عود، ستار، اینا سازش که ما میشناسیم که در گروه نوازی ها ازش استفاده میکنیم. اما من میدیدم که ما در لابلای اینها صداهای دیگه هم میخوایم. مثل اینه که در نقاشی ما 4 رنگ زرد و آبی و قرمز و سیاه داریم، اما هزارها رنگ ما از این 4 رنگ درست میکنیم. از اختلاط اینها رنگین کمان درست میکنیم. ما از سازهامون صداهای مختلف میخوایم داشته باشیم. تار با صدا تار بده، ستار هم ستار میده. حالا یه داماد رو ستار کار کردن، هی صدا شاید کنن آقا چیکار به ستار دارین، هی پوستش میندازیم ما میدونیم، برین ساز دیگه درست کنین. ستار با صدا ستار بده دیگه، چیکار به ستار داریم؟ تار با ما بیشترین خاطرات از تار داریم، از ستار داریم، اساتید بزرگ، صداهای خوب، همه چی داریم. ما در لابلای اینا برای ارکستر صداهای دیگه هم میخواد داشته باشیم، هم از نظر سوپرانو به طرف نوت‌های بالا، هم به طرف بم. این بود که من آمدم دیگه دیدم هیچ کس دست بالا نمیکنه دیگه، خودم شروع کردم طراحی کردن با ساخت. بر اساس نیازی که داشتیم در ارکسترها من آمدم ساز طراحی کردم و رفتم تو کارگاه اجراش کردم. یه دوست نجاری هم دارم که خیلی دلش خواست سازی بکنه، کنار من هست و کارهای کنار ماشینالات که میخواد کار بکنه اون میره، بقیه کاراش خودم نظارت میکنم، خطاشو خودم بکشم، زاویه خودم انتخاب کنم، اندازه خودم انتخاب کنم، همه کارا زین ندارم خودم باعث بشه و طراحی میکنم. و خوشبختانه هر سازی هم که طراحی کردم حداقل 90% اون چیزی رو که باور داشتم جواب داد به من و این خوب خیلی موفقیت بود برام. چرا؟ برای که من حدوداً 48 ساله که روی صدای ساز تحقیق میکنم و سنتور خب به هر حال باعث که آشنا باشه که بدونه این ساز چقدر ساز بدقلقه، به قول معروف خیلی خودمونی خواست بگم حرومزاده ایه که پدر نوازده‌اش در میاره. شما هر سازی نگاه کنین یک خرک بیشتر نداره، این 18 تا خرک یا 20 تا خرک داره، چون شکلش هم مثلثی زوزنقه، هر خرکی هم یک شرایط خاص خودشه داره و چون شرایط خرد فرق میکنه رنگ صدا فرق میکنه و این ساز نوتاش یه دست جواب نمیده. متاسفانه همین گوشا منحرف شده و عادت کرده به اون صدای بدی که خیلی از سنتورها میده و بهترین سنتورهایی که ما شنیدیم اقلا 4 نوع صدا میده، 4 نوع صدایی که هماهنگ نیستن با هم دیگه و من اینو حس میکردم. از سال 1339 که من با سنتور آشنا شدم و از سال 40 شروع کردم ساز ساختن تا الان 48 ساله که روی سازسازی دارم کار میکنم و در داخل این ساز کارهایی کردم که بالاخره این شرایط خرکا رو یکی بکنم تا صدایی که میخوام در بیام. این به من یه آگاهی و تجربه داد که یه شناخت داد که صداها در چه شرایطی چه رنگی پیدا میکنن که کمتر کسی فکر میکنم اینقدر تحقیق کرده باشه. حتی من شرایط رو آمدم در یک ساز منحصر کردم، چون میدونین صدا یک موجود عجیب غریبیه، شرایطش یک ریزی که عوض بشه رنگ صدا عوض میشه. شما چوبتون عوض کنین صدا عوض میشه، قطر عوض میشه، طول عوض میشه، سیب عوض میشه، فشارها عوض میشه، همه چی هر چی که یه تغییر بکنه صدا رنگش عوض میشه و اینو کسی میتونه تشخیص بده که گوشش با صدا آشناست، دائم با صدا داره زندگی میکنه، خیلی خوب میتونه تشخیص بده که این چقدر فرق کرد. و من چون روی این سازها کار کردم بعیدم نمیشه واسه یک شرایط یکسان درست کنم. اومدم یه ساز درست کردم، صفحه زیرش رو پیچی کردم که صفحه زیرش با پیچ بازش میکردم، پلگذارش عوض میکردم، دوباره میذاشتمش هم که هیچی عوض نشه. و توی اون ساز بود که بودن 18 19 بار من این رو بازش کردم، خرک پلای توش عوض کردم و پل دیگه گذاشتم که ببینم چه شرایط میده. و این به من هی تجربه داد تا به من این جرأت و اجازه داد که بعد بیام شروع کنم به سازسازی. و سازم که ساختم خوشبختانه همه خوب در آمدن از کار. حتی یکی اولش هم که ممکنه نواقصی داشته باشه ولی اون صدایی که میخوام داد. و سازهای بعدی که بسازم سعی میکنم که
نواقصش کمتر بشه که نوازنده راحت بتونه بزنه. پس سازی که آدم میسازه یک باعث احساس نیاز کنه، یه رنگ صدایی داشته باشه که دیگه تکرار اون ساز نباشه. مثلا من دیگه نمیخوام ساز بسازم که بشه تار، چون تار هست، ستار هست. میخوام سازی بسازم که یک چیزی غیر از اینا صدا بده، ولی یه مقدار به اونها نزدیک میتونه باشه، چون دیگه خیلی فاصله. مثلا شما صدای ویولون شنیدین، صدای کمانچه هم شنیدین، اینا با هم دیگه رو فرق میکنن، در حالی که کمانچه همون سیم ویولون رو روش میندازن، همون سیم ویولون رو کمانچه میندازیم، ولی صدای کمانچه با اون فرق میکنه. حالا من آمدم ساز ساختم که نه ویولون نه کمانچه، یکی هم اون طرفتر میره، یه رنگ صدای دیگه ای داره. چرا؟ برای که یه کاری توش کردم که این رنگ صداشو عوض بکنه و اون سازی که میخوام داشته باشم و اون حالتی که میخوام به من بده. این یک بخش قضیه که رنگ صداست. یکی دیگه هم از نظر وسعت صداست که ارکسترای ما بیان به جایی که فقط تو همون 3 اکتاو وسط کار بکنیم، بیایم تا 5-6 اکتاو بتونیم در اجراها ازش استفاده بکنیم. و این سازها رو من ساختم که هم از نظر سوپرانو که تا اکتاو هفتم پیانو رو ما میتونیم صداش داشته باشیم، تا ره اکتاو هفتم پیانو رو داریم. از این طرف هم تا اکتاو اولش، تا اون می اکتاو اول رو ما در شاه سراحی که ساختیم که همون عین کنترباس جواب میده، یعنی سیم کنترباس توش میفته، فواصل کنترباس، یعنی هر کنترباس نوازی میتونه اونو بنوازه، یعنی هر امکاناتی که کنترباس داره اون هم داره. و یه ساز دیگه ای که باز به جای ویولنسل یا چلو که همون سیم ویولنسل روش میفته و همون امکانات اونو داره، منتها رنگش یه بده فرق میکنه. اینو از این جهت ساختم که ما خودمون مثل سازهای مثل خانواده ویولون یه خانواده ساز ایرانی داشته باشیم که رنگ صداش شرقی باشه و مال خودمون باشه، چون بالاخره این سازها که از آسمون نیومده که، تار رو بالاخره ساختن، کمانچه هم مردم ساختن، پس سراحی هم من ساختم، حالا کرشمر هم من ساختم. میاد این خانواده، بعد هنرمندش هستش که اینو باز خوب معرفی بکنه. الان گروه شهناز، هنرمندایی که ما در گروه شهناز داریم که همه جوونن، همه پرانگیزن، همه تحصیلات بالای موسیقی دارن و به نوع اصلا داره کارشون میکنن، اینها این سازها رو خیلی با رغبت دارن مینوازن تو کنسرت که حالا فردا شب خواهید دید. متاسفانه من 2 تا از سازها رو نتونستم بیارم که چون بزرگ بودن، حمل و نقلش مشکل بود و بعد ویزا برای نوازنده‌هاش نتونستیم بگیریم، چون دیر به ما پیوسته بودن ویزای امریکا نتونستیم بگیریم. این که 2 تا از سازهای من، یکی به جای کنترباس هست، یکیش هم تندر هست که یک سنتور باز هست، اینا نتونستیم بیاریمشون اینجا. ولا صدا ارکسترمون اون صدای خوبی که من فکر میکنم با اونها خیلی بهتر داره، ولی الان یه ریزه کم داریم اون صدای باس رو. این احساس نیاز بود که من آمدم این سازها رو ساختم و حالا ریزه هنرمندان هستن که این سازها رو باز معرفی بکنن و به یقین اینها جا خودش میتونه باز بکنه. صحبتی فرمودن که از دوستان راجع به کلاس‌های موسیقی یا آموزشگاه‌های موسیقی در ایران، خواستم عرض کنم این باغ هنر جنوالی به کجا رسید و اگه امکان داشته باشه دوستانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن در اهتمام بورزن که اون باغ هنر به اتمام برسه. بله، باغ هنر خب ما خیلی طرح خیلی بزرگتر از اون چیزی که بضاعتمون بود گرفتیم، یعنی اون هم طراحای این کار بودن که گفتن که به هر حال ما این یه جایی بزرگی میگیم. اون موقع که شروع کردیم حدوداً 5 میلیارد تومان برآورد شد که 5-6 سال پیش، ولی الان اگه خواسته باشه تموم بشه حدوداً 8-9 میلیارد لازم داره که این تموم بشه. من در حدود 1 میلیارد تومان که تونستم از کمک مردم و کنسرت ها و دیویدی و اون کاری که ارائه کردیم من تونستم فراهم بکنم و اسکلت اونجا رو که 7000 متر زیربنا هست برای یعنی ضد زلزله خیلی محکم، اسکلت اونجا رو تونستیم بسازیم که بعد بتونیم که بخشش رو بتونیم دیواراشو بذاریم و کار دیگه‌شو بکنیم تا تموم بشه. و خب با شهرداری اونجا یه مقداری با استانداری کرمان یه مقداری بی‌مهری کردن، اونها یه بخشی رو دولت میخواست کمک بکنه، یک 600 تومان دولت کمک کرد، بنا بود بدن در اختیار ما بذارن که ما اونو جدا بکنیم. خود
استانداری در اختیار خودش گرفت، گفت ما خودمون می‌خوام اونجا در راه کار بکنیم اینها، و اونا نه نقشه داشتن نه هیچی، شروع کردن دیارسازی بی خودی بی ربط. بعد منم گفتم که نه اگه اینجور باشه به کار ما دخالت بکنیم من ادامه نمیدم. الان تو این مرحله هستیم که من گفتم که من اینجا رو تحویل انجمن شهر میدم، انجمن شهر خودش میخواد بسازه، هر کاری میخواد بکنه. ما 7000 متر زیربنا آوردیم و سقفش هم زدیم، کاراشو کردیم، به هر حال ادامه بدن. ما چون بودجه نداشتیم به این شکل مونده، یعنی خب از کمک مردم نتونستیم خیلی استفاده کنیم چون وضع اقتصادی خوبی بر نخوردیم و خب مردم ما هم روزهای اول همه گرمن و کمک میکنن، ولی بعد که زمان میگذره دیگه آش سرد میشه. بله اینی که دیگه کمک ها خیلی شامل حال ما نشد، همینجور با همون شکل خودش باقی مونده تا ببینیم که بعد چه تصمیم میتونیم دربارش بگیریم. امیدواریم که اون هدفی که داشتیم برای مردم هم بتونیم یک کار فرهنگی بکنیم، بتونیم به پایان برسونیم این رو. من فکر می‌کنم استاد خسته شدن، سفر کردن، خسته کردیم داره. 8 فردام برنامه دارن. من از طرف همه بی نهایت ایشون یک مدتی سوستدن، یه سوال هم شما متشکرم. مرسی. تشکر از دکتر میلانی برای برگزاری همچین جلسات با کلاس بالا و محتوای بالا و قدردانی از شما استاد شجریان برای هنر بالایی که دارید و شخصیت بالاتر از اون. ممنون از لطفتون. من تو محیط‌های مدرسه فارسی و محیط‌های فارسی زبان هستم به عنوان داوطلب و رسالت پدر مادرای خارج از کشور غیر از این که علاقه نشون بدن بچه‌هاشون رو ثبت نام بکنن در کلاس‌های موسیقی، چه انگیزه و آگاهی باید داشته باشن به نظر شما که این فراگیری موسیقی توسط بچه‌های خارج از کشور که شاید علاقه‌ای هم نداشته باشن، تو پوست و گوششون هم نباشه، استمرار پیدا کنه؟ متشکرم. خیلی متشکرم. خب من به پدر مادرها توصیه میکنم که هرگز مجبور نکنین که فرزندتون یه هنرمند بشه، این خودش بس بخواد. هر سازی که خودش دوست داره باید شما کمکش بکنین که اون رو کار بکنه. مثلا اگر میخواد گیتار بزنه شما نگین نه بیا تار بزن، نه این کار نکنین چون هیچ فایده نداره، در تار هیچ رشد نمیکنه. موسیقی خوبه همه جا، هم به هر شکلی باشه. ما تعصب موسیقی سنتیمون رو باز کنار بذاریم. اگر بچه دوست داشت موسیقی سنتی رو ما در اختیارش بذاریم، سازش بگیریم، مربی براش بگیریم، بچه کار بکنه. اما وقتی که اون دلش میخواد بره ارگ بزنه ما بهش فشار نیاریم، بذاریم ارگشو بزنه و اون سازی که دوست داره بزنه، چون اون خودشه که بایستی انتخاب کنه که چیکار میخواد بکنه. ما فقط بهش کمک میکنیم، راهنماییش میکنیم، سازش براش میگیریم و آرامش و آسایش فراهم میکنیم بتونه دنبال کنه. اما اگر نمیخواد ساز بزنه هیچ وقت ما بهش فشار نمیاریم که تو واسط من ساز بزنی، راهی که دلش میخواد بره. من خب رایان پسرم دوست داره فوتبال دنبال کنه، من گفتم خیلی خب من فوتبال برات فراهم میکنم که تو بری فوتبال یاد بگیری. البته سازم میزنه، خودش دوست داره میزنه، اما اونقدری که فوتبال دوست داره سازو دوست نداره. منم فشار بهش نمیارم. اینه که مجبور نکنیم بچه‌ها رو. بچه‌ها هر کدوم هر چی که میخوان بذارین اون راه رو خودشون برن، ما بهشون فقط کمک کنیم.